برکاته. بیننده عزیز گرامی، امیدوارم که در وضعیت و حالت خوب قرار داشته باشید. اگرچند میدونیم این ملت و این مردم در وضعیت و حالت خوب آن روز قرار خواهند گرفت که این دیکتاتوری بدمور و این لعنت کرده الله ما و شما را حکمران نباشد. در غیر حال وضعیت و حالت خوبی که بعضی از ما و شما دارند، آن را نیز نمیتوان خوب عنوان کرد و نمیتوانیم بگوییم که این وضعیت خوب است که ما در آن قرار داریم. عنوان برنامه را چنانه که گذاشتیم و همه شما از اعلان برنامه‌ای که گذاشتند آگاهی دارید و یعنی میفهمید که چی هست. سفرهایی که امام علی رحمانوف به مسکو داشت، هر یعنی گاه و ناگاه و هر وقت به مسکو سفر کرد. تقریبا سال 2024 چند بار، همین سال 2025 چند بار روستان سفر کرد و دیگر ملاقات های یعنی امام علی رحمانوف با پوتین در چند کشور دنیا دیگر که صحبت داشتند و صورت گرفت. یعنی میبینیم که امام علی رحمانوف یعنی که سفر آخرانش میتونیم در چین یعنی ببینیم که با پوتین بود و صحبت داشت و باری یعنی پوتین باری یعنی سی زیپین با کیم چین این راه می رفتند که این خودش دلالت کننده از آن است که یعنی امام علی رحمانوف در مثلا نشست‌هایی که سران کشورها در آن اشتراک میکنند خودش کوشش میکند که در بر پوتین بگیرد و گویا اینکه یک کشوری است که در گویا کشورهای پاسا شوروی، گویا تاجیکستان یکی از مهمترین کشورهای یعنی پاسا شوروی برای روسیه هست و گویا وضعیت و حالت و آن چیزی که در یعنی که روسیه گویا میگذرد یعنی با تاجیکستان سخت توأم است و یا اینکه گویا تاجیکستان خیلی یکی از کشورهایی است که روسیه او را واقعا شریک استراتژی مهم میشمارد. یعنی در نظر عالمیان و آنانی که تاجیکستان وضعیتش را نمیدانند یا اینکه در روسیه نیستند یا در کشورهای دیگر دنیا قرار دارند، از نگاه آغازین چنین وانمود می شود. بله، تاجیکستان یک کشور است که در آخرین مناطق یعنی آسیای میانه قرار دارد و می توانیم بگوییم که کشور است که 1400 کیلومتر هم مرز به افغانستان است. بله، کشور است که روسیه بزرگترین پایگاه نظامی در تاجیکستان دارد. بله، نه در قرقیزستان، نه در قزاقستان، نه در هیچ کشور دیگری دنیا روسیه به مانند تاجیکستان یعنی که سرباز یا این که بعضی حربی ندارد چنانه که در تاجیکستان دارد. این برای همه یعنی معلوم است، این برای همه یعنی آشکار است، در این هیچ جای پوشیدش نیست. ولی آن برخورده که مقامات روس، آن برخورده که پلیس روس، آن برخورده که حتی حکومت روسیه یعنی با مقامات تاجیک دارد، با مهاجرین تاجیک دارد، با هر نفری که خوب شهروند تاجیکستان است، این برای همگان یعنی که اونانی که البته از وضعیت و حالت تاجیکستان ما و شما آگاهی دارند، معلوم است که با بدترین شیوه و وضعیت برخوردشان با مردم ما هست و یعنی پسترین وضعیت و حالت مقامات روس با تاجیک و تاجیکستانی و شهروند تاجیکستان دارند که همه آگاهند. یعنی پسترین برخوردی که میان کشورهای آسیای مرکزی پلیس های روسیه دارند با تاجیکستان است، با شهروندان تاجیکستان است. ولی باز هم رحمانوف خودش گویا به شکل میگیرد و به شکل وانمود میکند که گویا خیلی یک شریک استراتژی مهم هست. خوب، و سفرهای پای در پای و مداوم خود رحمانوف و خود رستم امامعلی شخص دومی که آینده کشور گویا اینکه در قبضه و یعنی نسلیتنی که حاکمیت آینده کشور ما گویا رستم است و سفرها با مسکو داشت، با ماتوینکو صحبت داشت، با یعنی که گفته با خود پوتین و با رئیس دوما
یعنی که همه اینها صحبت‌های گوناگون داشت و حتی سفر پارلمانی داشتند. سفرهای اخیرش به ترکمنستان سفرهای پارلمانی بود که در اونجا با مقامات روس و با پارلمانتری‌های روسی صحبت داشت رستم. همه اینها دلالت از آن میکند که دید و بازدیدهای مقامات تاجیک با مقامات روس خیلی زیاد است. در این هیچ یعنی که کوتاهی نشده است، گویا از نگاه دیدن، رفتن، بازدید، آمدن، یعنی که همه این مسئله ها، حتی وزیر داخله روسیه را خوب دیدیم که در این سفر و وزیر مدافعه روسیه را دیدیم که در این سفر مثلا همراهی با پوتین در دوشنبه قرار دارد و این چنین سفرهای گوناگون دیگری مقاماتی یعنی بخش‌های دیگری چون پروکراتوره ژنرالی و چون بخش‌های دیگر دیدیم هست و این چنین در میانه یعنی که همین آغاز سپتامبر یا اینکه به همین شکل یا نهایت آگوست بود یک نشستی کمیته های امنیتی کشورهای دست جمعی ODKB در دوشنبه برگزار شده بود. روی چندین مسئله صحبت داشتند، فقط تنها روی تروریست اکستریمیست گویا یگان چیزی دیگه در دنیا وجود ندارد، تنها باید مبارزه به امان بر علیه تروریست برند. نمیدونیم که تاجیک یعنی که تمی خداوند اوچش از شکم مادرش فقط تروریست تولدش کرده است، اکستریمیست تولدش کرده است. همین تنها و تنها مهمترین صحبت در مورد یعنی که حالتهای خوب گویا این که اکستریمیستی و تروریستی صحبت میکنه، در حالی که بزرگترین یا این که بیگ تروریست امام علی رحمانوف است. کلانترین تروریستی که در دنیا وجود دارد از نگاه یعنی تولید تروریست گویا که پدر تروریستان دنیا خود امام علی رحمانوف است. اگر به شرط ملت تاجیک یعنی به عنوان دهشت افکن، به عنوان یک مردمی که اونها یعنی برای جامعه جهانی خطر دارند، اگر رحمانوف نباشد اونها یعنی که دنیا را چپانه میکنند، یعنی همین ها، پس امام علی رحمانوف پدر تروریستان دنیا، چون که پیشوای ملت است دیگه. وقتی ملت تروریست شد در عموم، پس رحمانوف پدر تروریستان دنیا هست. یعنی بدون هیچ شک و شبهه تمغه یا اینکه نام یا اینکه لقب یا اینکه عنوان یا اینکه آن چیزی که لایق امام علی رحمانوف است، این پدر تروریستان دنیا یا جناب تروریستی عالی یا اینکه بزرگترین مردی که تروریستان دنیا را یعنی یک کشوری که پر از تروریست است رهبریش دارد، یعنی امام علی رحمانوف است. خوب، از این همه سفرها و دید و بازدیدهایی که پوتین از تاجیکستان داشت، اخیراً سال 2022 باز هم رفت، این سال 2025 و باز هم میبینیم که رحمانوف گفتیم در این چند سالی که پوتین با تاجیکستان نامد، اگر چند در دیگر کشورها هم واخوردن با پوتین، ولی باز هم سفرهای مخصوص یعنی با روسیه داشت امام علی رحمانوف، چی در مهمه، چی قبل از آن، چی پس از آن و دیگر. خوب نیاز به یعنی بازگویی کردن و شرح و تفسیر زیادی هم ندارد. اما از این همه سفرهایی که رحمانوف و رستم و مقامات دیگری کشور با روسیه سفر داشتند، یعنی چی تغییرات و چی وضعیت و چی حالت در تاجیکستان صورت گرفت، یا اینکه چی وضعیت خوبه برای مهاجری که تاجیکستانی که در روسیه قرار دارد، چی وضعیت و چی حالت برای مهاجر تاجیک در روسیه شد و چی وضعیت مهاجر تاجیک در روسیه خوب شد. یعنی با تمام آشکارا و صراحت میگوییم که با مانندی سری سوزن وضعیت و حالت مردم تاجیک در روسیه خوب و بهبود نشد. حتی آنانی که شهروندی روسیه را دارند و تاجیک هستند، وضعیت اونها در روسیه یعنی که با یک شکل و با یک نحوه و با یک گونه خوب و بهبود نشد و یگان وضعیت دیگر یعنی که جز از بد شدن وضعیت مهاجران تاجیک، ما نمیتونیم بگیم که وضعیت مهاجر تاجیک در روسیه به یک وضعیت خوب گرفتار شد و این رفت و آمدها لااقل مثلا میبینیم که من صحبت داشتم با یک نفر دیپلمات تاجیک، حتی برخورد مهاجران تاجیک با مهاجران تاجیک در ازبکستان از خود مقامات تاجیک کرده، مقامات ازبکستانی با شهروندان تاجیکستان مناسبت خوب دارند. نگاه کنید وضعیت گپا. یک دیپلماتی تاجیکی که در ازبکستان است با اصلاح صحبت داشت، برخورد مقامات ازبکستان
با مردم تاجیکستانی که از تاجیکستان با ازبکستان سفر میکنند برخورد مقامات ازبک با تاجیکستانیان بهتر و خوبتر از تمام کشورهای دیگری پاسا شوروی است. یعنی اینا باید همه بدانند. و برخورد مقامات تاجیک با شهروندان ازبکستان در تاجیکستان بهتر از معامله یا مناسبت مقامات تاجیک با شهروندان خودش است. خوب دقت کنید، تاجیک در ازبکستان زیاد احترام دارن، شهروند تاجیکستان یگان نمود مشکل براش نیست و این چنین شهروند ازبکستان در تاجیکستان یعنی که مناسبت خوب و یعنی که یک معامله خوبی انسانانه با آنها دارند که تاجیک با شهروند خودش مقام تاجیک یعنی چنین برخورد ندارد، ولی مقامات تاجیک با شهروندان ازبکستان مناسبت همچنانی دارند و این چنین با شهروندان قرقیزستان هم مقامات تاجیک در دوشنبه و در دیگر مناطق انا همین شکل مناسبت دارند. یک جوان صحبت داشت با من، میگه من ریشم کلانتر بود قرقیزای تاجیکستان، ولی خب دیگر مهم که در قرقیزستان زیاد زندگانی کردگی پاسپورتی یعنی جرگتالی بود، پاسپورتی قرقیزی داره. میگه در خب دیگه جوش نمیگم در مرکز گشته است بودم، میگه که اومد میگه ملسا بود پاسپورت تبتیم گفت، میگه نگاش کردم گفتم که به زبان روسی صحبت کردم، گفتم نفهمیدم، گفت پاسپورت تبته پاسپورت ندادمش، دید که من قرقیزم، میگه دستاش پیش برگره، گفت میبخشی من نفهمیدم که خودت تاجیکستانی نیستی، به همون خاطر من به این شکل مناسبت کردم خود شهروند قرقیزستانی. یعنی اینا برای آن میگم که برخورد پلیسی ما یعنی که با مردم شهروندی قرقیز ازبک به همین شکل است، یعنی بهترین وضعیت دارد با شهروندان کشور ازبکستان و قرقیزستان. ولی دولت قرقیزستان و ازبکستان هم تقریبا میتوانیم بگیم همین مناسبت، ولی مناسبت بهترین یعنی که پلیسای ازبکستان با یعنی شهروندان تاجیکستان دارند. البته این جای تحسین است، ما اینا خیلی خوشحال هستیم در این مناسبتی که همسایه ما، چون که ازبک‌ها یعنی تقریبا با تاجیک‌ها هیچ از نگاه فرهنگ و تمدن و از نگاه منظور یعنی آمیزشی که ما با یعنی که مردم ازبک داریم با دیگر مردمان دیگر آسیای مرکزی بیشتر است. یعنی این کار کردن نمیتونیم، چون که یعنی که ازدواج کردیم، ازدواج کردن یعنی با هم یک جا زندگی کردیم، هم از نگاه فرهنگ از نگاه یعنی میتونیم بگیم 600 700 ساله تاریخ یعنی تعایش و زندگانی داریم که یعنی خیلی فرقه. مثلا ما با قرقیزا اگر چندی که زندگانی کردیم در منطقه شرق کشور، ازدواج هم کردند و این چیزا وجود دارد، ولی اون چنونه که یعنی با مردمی با شهروندان ازبکستانی که با ازبک‌ها یعنی که فن تعایش چی از طرف شمال و چی از طرف مرکز هم یعنی ارتباطاتی زیاد یعنی هست وجود داشت و زندگانی یعنی که خوبه با هم یعنی که داشتیم، چون عصرهای عصر هم که بود و حالا هم به همون شکل. یعنی این یک چیزی معین است. اما مناسبتی پلیسی قزاقستان بعد از قرقیزستان و ازبکستان با تاجیکستان مناسبت خوب با شهروند تاجیکستان قزاق‌ها دارند، اگرچند که نه همه وقت و نه همیشه ردهای زیاد میگذرد، مناسبت‌های بد صورت میگیرد، بعضی این حالت‌ها هست، ولی تا جای هم از یعنی که روزها بهتر است. بدترین شیوه برخورد با مهاجر تاجیک با شهروند تاجیکستان از مقامات کشورهای یعنی بیفش سیوز یا اینکه اسینگه یا کشورهای آداکبه مقامات روس دارند. و باز پوتین شرم نکرده قبل از سفرش در ولده چی گفت؟ گفت ما دروغ رحمان، همون گپی که یعنی پرزیدنت بلاروسیا یعنی لوکاشنکو گفته بود چی بود؟ یعنی که انا همین گپی که در دستش سلاح و با برادرچا صد یعنی که دولت دوشنبه را زد گرفت. یعنی منظور که رحمانوف انتخابی مردم نیست، رحمانوف در دستش پولیمیات автомат داخل دوشنبه شد و دوشنبه را فتح کرد. یعنی که کما تدین تدان الدین لا یموت، هر کاری که کردی همون کار با تو صورت میگیره. یعنی این مسئله یه نیست که یعنی شرح لازم داشته باشید شما یا نفهمید چگونه. مثلا موسی برای دید یکی کشته فتاده بگرفت زی تحیر سری انگشت، گفت ای کشته کی را کشتی تا کشته شدی زور. موسی رفت در راه دید که یک آدم مردگی را
بعد با تحیر با تعجب انگشت گزیده گشت گفت ای کشته، ای آدمی که ترند از زمین مرده شیفت، کی را کشتی تو کشته شدی زور؟ یعنی تو حتما یک کس کشتگی که یعنی که ترا کشتن، اگر تو که نکشته باشی امکان نداره که ترا بکشن، یعنی تو قاتل بودی در اصل که یعنی که ترا کشتن. نگاه که یعنی رحمانوف با اعترافی، نه این که ما و شما شهروندان کشور که ما میدونیم فیلم سلسله فیلم ها وارد شدن بعدش هم به صلح یعنی اجلاسی همینا را ما برای مردم همچون سلسله فیلم های تاریخی با قدرت رسی رحمانوف که 30 سالگیش بود یعنی ما تقدیم کردیم 3 سال قبل. ولی ما این گپایی که گفتیم از کتاب های موثق تاریخی مورخانی که در تاجیکستان یعنی قدر داشتن، چون عبدالمجید مثلا دوستیوف، چون سفرعلی کنجایوف، چون یعنی ابراهیم عثمانوف، چون اصلالدین صاحب نظروف، چون یعنی بوری بچابکوف، چون اینمی مورخانی که در تاجیکستان، چون از یعنی که رئیسی کمیته امنیتی ملی سابق سید انور کمالوف یعنی که اقتباس ها آوردیم از کتاب ها، یعنی ما از پیش خودمان چیزی نگفتیم، هر چیزی که گفتیم از همون مورخا و تاریخ نگارانی که در داخل کشور بعضیش هستن، بعضیش از دنیا رفتن، بعضیش خوب یگان افراد نیستن که اونها در کافتوکاب و جنایی قرار داشته باشن. از روی اون کتاب ها یعنی ما برای شما چیکار کردیم؟ بیانی واقعیت ها کردیم. اما آنچه که پرزیدنت بلاروسیا و پرزیدنت روسیه یعنی هم پوتین و هم لوکاشنکو در مورد رحمانوف که با زور زده دادشان به درآمد، این دیگر معلوم است. اما همه آنچه که ما گفتیم یک طرف میستد، تاریخی این ملت بها میتید و گپ میزند و مینویسد و وضعیت میفهماند، اون جای خودش است. ولی آن چیزی که دو پرزیدنتی فعلا عمل کننده، یکی پوتین و یکی یعنی که بلاروسیا لوکاشنکو که در مورد مثلا رحمانوف و رفیق بودنش بیان میکنند در دستش پولمیات وارد دوشنبه شد، پس این دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر آن میکند که واقعا هم امام علی رحمانوف یکی از قاتلان بود که با قتل و کشتار وارد دوشنبه شد و مردم و یعنی ملت خودمون به یک وضعیت خیلی بده یعنی آواره کرد و تا به امروز این ملت و این مردم تا به امروز به همین حالت آورده رسانید. پس این حالت ها و این وضعیت های هستند که ما و شما نباید دیگر تا به اندازه تا به حدی که یعنی که باید همیشه فکر داشته باشیم که شخصی که بر سر ما و شما نگاه پدنالات رنگ خوگی و بویی های سر شبی خونه سوختد، یعنی 3 چغدک یعنی رنگی دنبای گوسپند خونه سوختد، دنبای کونی دنبای گوسپند حساری ورک رنگی کلای ایالی میشنم تا روش نگاه میکنی همین رو ورم کرده گه پدنالات میگه هوزی میکفا شکم نگوه خونه سوخته فقط حیاتش ای خون این ملت مکیدن است. حیاتش فقط در یک وضعیتی بد یعنی که قرار داشتن در یک وضعیتی بد این ملت و مردم نگاه داشتن است. یعنی انا امیر رحمانوف و با انا همین وارد شدن بعد دوشنبه با سلاح و با قتل کشتار، پس آن چی کاری که کرد رحمانوف حتما با او این کار صورت میگیره. یعنی از اینجاست که حالتی اضطراری یعنی که کازارموی پلاژنیا قرار دادن تا آمدن پوتین با دوشنبه در آمدن ممنوع، اجازت نیست وارد دوشنبه شدن برای اکا پوتین همی جای ده کس نیسه حیات میستن اتریه وضعیت بزیبه باید همینجا بسته، هیچ کس حقوق در آمدن از یگان منطقه دیگر نداره. یعنی اینو همش دلالت بر چی میکنن؟ دلالت بر آن میکنند که رحمانوف در یک حالت خیلی وحشت و ترسی و ازمین قرار دارد. خداوند اگر برای این قدرت داده باشد، خداوند برای این یعنی که امان و پلیس و ارتش مثلا شاهینا و صبر نمیدونم الفا و همه را داده استش، پول داده استش، هواپیماش داده است، یعنی که تمام چیز. اما وقتی میدونه که قاتل است و با قتل و کشتار وارد دوشنبه شده است، حتما سرنوشتش کشتکی را کشتی تا کشته شدی زار. یعنی امکان نداره که شخصی که یک انسان کشته باشه اون کشته نشود، چون که کما تدین و تدان هر کاری که انجام دادی با تو نیز چون این کار حتما صورت میگیرد. پس
رحمانوف در یک حالت اضطراب و وحشت و ترس عمیق قرار دارد. ما سفر پوتین را به دوشنبه یکم بار نمیبینیم. ما سفر سینزیپین یعنی که پرزیدنت خیتای به تاجیکستان دیدیم، چنین قیودات و چنین مشکلات برای وارد شدن و پایتخت دوشنبه هرگز ما ندیدیم و چنین چیزی وجود نداشت. یعنی 100% مردم آرامانه وارد دوشنبه میشدند، یعنی از دیگر منطقه های کشور. ولی در این شب و روزها حتی مولوی یعنی که فصیح بود که بود، یعنی یک وقیف بود، وقیف یعنی که یک ملاوقیفه دعوت کرد اس یتیموف با یعنی که کجا با تاجیکستان تا اینکه چیکارش کنه. گفته گپا از مبادا یگان مشکل صورت نگیرد، مبادا یگان نفر از افغانستان یا که از یگان طرف برای یعنی که دیسکامفورت نه یگان کارهای در تاجیکستان صورت نگیرد. نگه رحمانوف آنقدر چی است که اچاق بینه انایت اچاق خود میگیرن. خب دیگر یعنی این پیشوازی یعنی که امامعلی رحمانوف از پوتین در دوشنبه هست که 8 استقبال کرد و قبولش کرد، یعنی که رفتن. خب دیگر بعد از اون پیش اسماعیلی سامانی خب دیگر باز چیزی رسمیش باز فردا مثلا دیگر از کارهایی که دیگری که انجام شده صورت گرفت و در نشستی که میان سران کشورها صورت گرفت. اما ما و شما شاهد و وضعیت به خوبی میدونیم که چگونه کارهای صورت گرفت. خب دیگر این وضعیت و حالتی است که ملت و مردم دیگر از اون خوب آگاهی دارند. خب اینه پوتین در نزد اسماعیلی سامانی گلچنبر گذاشتن با سروزیر تاجیکستان یعنی جناب قاهر رسولزاده سروزیر کشور در یعنی که گذاشتن گلچنبر در پای اسماعیلی سامانی که این خودش خوب دیگر یکی از شکل‌هایی که پرزیدنتان کشورها یعنی که انجام میدهند و این حکم خب ورود پوتین برای استقبال که چون شب آمده بود دیگر امکان استقبال گرم از اون وجود نداشت، تنها با همون یک حالت عادی. ولی خب دیگر خدا را شکر که نه با اون وضعیت و حالت هایی که دخترک را برآوردن رقص کردن دیگر و یک وضعیت خیلی بی‌زیب. الحمدلله که رحمان فهم دیگه یعنی که دخترای این ملت خوب دیگه ممکن پوتین گفته باشش که مده پیش من دخترک را نبرو رقص نکنن یا اینکه خاکی ناموس نداره که رحمانوف یعنی که میدونه که آدمی که بی ناموس و دیوس دیگه او عقل و ایمان و ناموس نداره که یعنی مشکل نیست برای این زن دختر اینا چیزا، یعنی برای یگان چیزی یعنی که سویتا یا مقدس نیستن برای رحمانوف. و اما خاطر خوب یگانه کاری که در این سفر پوتین به تاجیکستان دخترکا یعنی خواهرکای ما و شما را در پیشش نبرآورد رقص نکردن. یعنی این هم یکی خیلی از یعنی که کارهای ستودنی است. ما باید نمر نباشیم، یعنی میبرآورد رحمانوف دخترکا را در پیش پوتین رقص میکردن میتونستیم بگیم، ولی همین کار هم نکرد. خب ما نمیدونیم که این یعنی از پیشنهاد خودی پوتین بود یا اینکه خودی یعنی که رحمانوف این کار دیگه نخواست که دخترکای تاجیکا در پیشش ببرن رقص کنن تا اینکه گویا از او استقبال کنن. ولی مهم که خوب این کار دیگر نشد و اینم میتونیم بگیم که یکی از کارهای خوبه که در این سفری پوتین به تاجیکستان استفاده نشدن دخترکای تاجیک برای استقبال ولادیمیر پوتین بود که این هم یکی از کارهای بود. خب خیلی انتظار بودیم، بچه‌ها میگفتن شب چرا این کار نشد، گفتیم خب سحر باید بشود استقبال رسمی باز دوباره فردا شروع می شود از پوتین و فرداش هم دیدید که به همون شکل صورت گرفت و این هم نشستی بعضی از سران کشورها مثلا تاجیکستان و قرقیزستان و قزاقستان و خب آذربایجان و چندی از کشورهایی که در یعنی که این نشستی که با پوتین یعنی که همراهی با دیگر یعنی که پرزیدنتان حضور داشتند و صحبت ها شد و خب دیگر در قضیه هایی که صحبت شد البته ما در اون قضیه ها دیگر نمیپردازیم، ولی مهمترین چیزی که ما دقت جدی دادیم آیا وضعیت مهاجر تاجیک براش بررسی شد؟ هیچ بررسی نشد. تنها باز هم به خاطر فراز کار کردن رحمانوف نمیخواد پرزیدنت را دعوت میکنه، نمیخواد میآین پوتین میآید خودش میره و عیس میگرده میاد، باید برای فراز یگان خدمت کنه. ممکن بگه چی خدمت کنه؟ دختره باید یعنی که شمسلا صاحب فو
یعنی که در پروینه جان مثلا در رخشانه جان در شوی رخشانه باید همون چیزای چی میگن دختر در تاجیکستان دیگه میسپاریم، بعد روسیه میایم تو اینکه اون پلی مهاجره در چی در تاجیکستان بزنه بگیره، شرکت فراز هم را بگیره. همین خاص سگلشینی کرد که پوتین التماس یک کار که ما دختر در اینجا میگذرونیم دیگه تاجیک پیش رفتنش باید دختر ما پلاشانه بگیره، با هم خاطر التماس در روسیه دیگه تاجیکا را دختر نگذاریم. ولی او با علاهده در روسیه با وضعیت‌های خودش علاهده خودش داره. ولی مهم که از پوتین اجازه گرفت که تاجیک بر روسیه یک وقتی میره دختری من باید که اجازت همون سرتیفیکات تیبی یا که همون چیزی تیبی را در تاجیکستان یعنی که میگیره و بعد از اون چیکار میکنه، یعنی اون میبراید میرود از تاجیکستان به روسیه. در مورد پتن، در مورد وضعیت عمومی، در مورد همه اون چیزی که باید برای مهاجر شود اصلا یگان گپی نشد، نه در سفرهای رحمانوف به روسیه و نه در سفر یعنی که رستم به روسیه و نه در سفرهای گوناگونی که از روسیه به تاجیکستان داشتن و نه در سفر اخیری که پوتین به تاجیکستان سفر داشت. و ما هم فکر داشتیم که یگان وضعیت و بهبود برای مهاجرین کاری تاجیک در روسیه می شود تا اینکه مهاجر تاجیک لااقل می تواند به مانند انسان زندگانی میکند. ولی هیهات یگان چیزی برای این قضیه و این مسئله صورت نگرفت و می توانیم بگیم که این کاری که یعنی که این سفر هم هیچ منفعت باز هم برای ملت نشد، ولی برای عائله امام رحمان و برای یعنی شمسلای به صاحب و برای رخشانه جان باز هم میلیون ها شونه که پلکی ای پروا میگیره، پلکی از یعنی که برای دو صفه و از اونا پلی که برای لابراتوریای فراز میگیره و پل هایی که خوب دیگری نبود دختره که هر یا مهاجری که میرود این هم باید در یعنی که شرکت های فراز لابراتوریاش بسپارد خونه اون چیزی که باید بگذارد از قید طبی و بعد از اون میرود کجا؟ میرود روسیه به غلامی. ولی پوتین یگان وعده وضعیت بهبود برای تاجیکان یعنی اصلا نکرد و میتوانیم بگیم که هیچ منفعت برای ملت و مردم تاجیک این سفر پوتین به تاجیکستان نداشت که عادتا پرزیدنتی که واقعا اون ملی و مردمی است به مانند الهام علیف یعنی که مثلا میزنه میگیره چیزی که لازم شه، چیزی که در کار شه. من در قضیه این نیستم که یعنی که الهام علیف دیکتاتور نیست، دیکتاتور هست ولی یعنی در مقابل یعنی روسیه ایستادگری های کرده میتونه، یعنی هم رحمانوف دیکتاتوره هم الهام علیف دیکتاتوره، دو دیکتاتور. ولی دیکتاتوری که در مقابل یک کشور دیگری ابرقدرت هم باشد میتوند بی ایستادگری کند، ایستادگری میکند کرد. حتی پوتین با بخشش میپرسد پیشش، ولی رحمانوف میآید قطیش میشینه استقبالش میکند، دو روز سه روز میسته. ولی یگان منفعت و بهبود برای مردم تاجیکی که در روسیه هستند هیچ منفعتی خوبه برای مردم تاجیک در روسیه یعنی نشد و شدنی هم نیست و در نظر هم نیست که بشود. چرا؟ چون که ما و شما یک غلام و یک مردمی که یعنی در وضعیت قرار داریم، این ما و شما باید بدونیم. و یک مسئله همون دست شکک رحمانوف که خیلی برای ما واقعا مهم هست. من واقعا هم در بعضی از حالتها وقتی گپ میزنم بعضی برادرها فکر میکنن که یعنی همین حالتهای یعنی که برای چی هم گپ رو میگیم. برادر گرامی، همین رحمانوف من نمیدونم یعنی که با کدام زبان ممکن است بعضی میگن که خیلی خودت مخالفش هستی یعنی که با همون خاطر همین گپ رو میزنی. من یگان چند عکسای دیدیم که در مثلا گفتی گپا چنم داره در فیسبوک و در تمامی رسانه ها نشر شد از دست شکک رحمانوف که رحمانوف با نمیدونم من این برآمدش یعنی که در وقتی که میگردن میگیره میبرش در درونی همون مثلا راه رفته است همین دستش قپیدگی سخت قپیدگی دستی مثلا کیرا پوتین در درونی همون باغی که شب برده استش در درونی همون باغ استقبال دارش و در همون درونی باغ یعنی که دستش قپیدگی راه میره. من نمیدونم مخی همین یه مردک اگر 1000 برادرم باشه 1000 نزدیکترین فردم باشه سلام علیکم دشه یا چاقش میگیرم میگم بشی شیرنر
کو گپ زن کو چی گپ است یعنی گپ میزنم قطیش یکی من نمیگیرم دوستاکش شکده یگون مردک باشه شکده اگر 1000 رفیقم باشه 1000 یعنی که بهترین برادرم که باشه من نمیگیرم دوست شب قپم شکک خیزم بکردم یگون جو برم یوی عادت چی عادت باشه که یعنی اخلا خی ما تاجیکیم یعنی که همه عادت یگون مردکای ما با یگون آدمای گذشتمون یگون چیز میداشت میگفتیم که خی فلانی یعنی که همین مردمای فلان منطقه مثلا فلان عادت دارن مثلا مردمی کلا وقت میگه اینا سر دستم یعنی زن طلاق قسم میخوره مردمی فلان منطقه فلان عادت داره میگم که همین عادتش هم تریه ولی من در همین تاجیکستان یگون منطقه را نمیدونم که دستی مردک یعنی تری رنگی که دستی عروس تا پادروشکا میکنی میگردی که مثلا آدم قطعی عروس شه قطعی زن شه دستش پادروشکا کرده میبره خیلی یگون دختر بین یگون زنک بینه خوبه که مثلا بقپا دست شب قپا یا که دست شب شکا یا یگون چیز خیلی میگه مردکی اینستینکت مردکیش یعنی که غلبه کرده است یگون کار میکنه ولی وقتی تو پدنالت مردکی شرم نمیداشته باشه که همین کادو اوچسوش واقع کمال توکلش بخدا با او کادو پادو همین دستی همون یعنی که پوتین عقب بیچاره پوتین دیگه دمابین توقیف مونده رفته است که با دشمن قپایا که گاکو همو کوشش کرده است که ایو پرای توقیف بسته که با دشمن قپایا گفت شوا گفته توقیف یعنی که پرا اینا با ای پرا اومد استاد ایو پرا میرزیوف رفته است و میاد میقپا کوشش میکنه دست شوار میقپا میشکش پتنالات مردکی تچیوخی نخو یا مردکی کپا کلان همو اوزوده روستامه اوتاتونو نمیتونه گفته که خی دستی مردک قپیدن شکیدن در پیش کامera خیمال کامera رکشتن اگر دستی یگونجو پوتینا میقپا یگونجو دیگه شه میقپا توکلش بخدو هیچوخیش میلتش شرمنده دوره حتی همین روستام که نمیاست بود یگونجو نمیبینیم که مثلا دستی یگون کسا قپیده باشه شک رفته باشه روستام بچه شای ما نمیتونیم تهمت کنیم که روستام بگیم دستی یگون کسا قپیده از شک رفته است ولی چی دستی ما آدمو را میقپید یا دستی باتیا را میقپید یا دستی مثلا یا مردکای دیگر هم دست قپیدن چی معنی داشته باشه ما نمیتونیم وارکی نمیره فهمیده همین قدره که رحمان فهمانم یعنی که مثلا همین قصول تحقیقش میکنم در موردش صحبت میکنم یعنی از نگاه اولوی از نگاه فرزندش از خسر بچه‌ش تمامی اون چیزی که لازم است یعنی که همونا رو من میکومیوم ولی من یگون چیزی دیگه در قضیه‌ای یعنی که یگون کارهای دیگه واقعا من نمیتونم پیدا کرده تو اینکه من تهمت نمیتونم کرده یگون کسا یکی اولی همین دست شک اینگه یک دست نزدیکش اینگه وقتی نمی چی معنی داره انا اونم اینم چی معنی داشته باشه همین دستی اینم دستور رفته است خفا دست اینم چی معنی داره که دستی ها می دستی با قپا تو چی دستی هم مردک هم قپی یعنی چی معنی دارم دستی من نه در عرب دیدم نه در افغان دیدم نه در ایرانی دیدم نه در یگان یعنی که هیچ دستی عزیز ما را پاتم تنم قپا یعنی که دستی هم پوتین می قپا دستی هم مردکای بردنگل می قپا ای چی عادت باشه ای عادت من نفهم یعنی دست بی دست فقط کوشش داره که دست قپی دست پدنالت ای جوی همین مردکی یگون تینت انسانی و مردکی در ای وجود داشته باشه که اینم دست چی میقپی آخیته اینم برای چی باید هم دستی همون را بقپیته در دستی هم مرد 1000 رفیق بهترینت باشه خواهیم یه بار اچاکش میگیری مثلا گفته گپا میجقیش یه بار تو بار 3 بار اچاکش میگیری سلام میکنی قطیش خوب دیگه شمادش میکنی میشنونی در قطیش صحبت میکنی اینه که دست شکک خواهی من نمیدونم که این چی عادتی یعنی که باشه که دستوی مردک رو میقپا شک میکنه خیلی اگون دختر باشه اگون زنک باشه خیلی بگیم یعنی اینستینکتی مردکیش یعنی که غلبه کرده است خیلی دستی هم را قپیده است خیلی شک دست که خیلی چکوف نیمه که دیگه مردک یک قزقش که است یعنی کوشش میکنه دستی همین گفت گپا یعنی میره گفت گپا اکد اسپاناتوی نمیدونم گفت گپا چیزوی برای گفت گپا اکد نشانش داده است یعنی کوشش داره دست بینه دست رحمان فهمیت بده هم دست فقط هم تریه میکوی کویا که یعنی دست هم میکوی میقپی اینم دست اینم تریه یعنی این چی عادت باشه این چی اخلاق باشه این کیمیایی پیشوا شناسا همین کتاب برای پیشوا نوشته همین دست قپیدن همین پیشوا را برای ما را کی شرح میکرده باشه که همین یعنی که رحمانو برای چی دستی مردک را میقپه یعنی چی معنی داره همین کارا
یعنی یگان نفره که پیشواشناس باشه، وقتی که شما پیشواتون یعنی که می آموزه، این وقتی که مکتب پیشوا داره، مکتب یعنی که پرزیدنتی داره که اونها منظور مکتبای عادی یعنی که برای دولت داری، یعنی که سیاست پرزیدنت می آموزه. همین مسئله دستی همین مردکو را شکیدن یک کارکنه در یکی از، البته این بعد از اولی رحمانوف این قضیه این طریق قپیدن دست سلام کردن مایل، یکی دست قطعی و دست چپ قپیدن نمیدونم در اونجا طوری نمیگیره باور کنه این وضعیت و این حالتی که رحمانوف با پوتین یا که با هر مرد دیگری همین اینگه دست باید حتما دست قپاین، دست رحمانوف قپیدسته. نمیدونم باور که این چی یعنی که معنای دارد که این مردک فقط وظیفه و کارش انا همی است. خوب دیگر ملت و مردم باید بدونن موی دروگ رحمان در دستش автомат زد درآمد برادرشو قطعی اسلامیستو قطعی جنگ کرد. موی دروگ رحمان в руке пулемет зашел в Душанбе короче با برادرشو جنگ کرد. خوب لوکاشنکو خوب اكو معلوم. خوب دیگر این قضیه بود که انشاءالله دیگر کاملا یعنی وضعیت و حالت انشاءالله که با یک حالت و یک وضعیت خوب خدا خواه که فهمیدید یعنی انشاءالله وضعیت یعنی براتون آشکار شد. خوب دیگه اینمی ایرا دوست قپید برفت دستی مرا بگیر با منزلت ببر. همین پاپ نه که بیچاره مرد رحمان گفت دیگه باید دعوتش نکی پیشت میرفت قطید یا گفت دیگه پا دستکش قبیده شک ایرا یا دست کی قپیده بود یا دست دیگه شه یعنی کی قپیده بود چینم دورا زنی شمس لاشنم دورا رخشانه قپیده بود یا دستش باید پرا قپیدگی بود شمس لام قپیدگی بود دستی را که وفیرم خدا خواه دست یکم همی خودش رحمان و قپیدگی انشاءالله که میره وده قطیش اجویه. خب جان خودت با علم صحبت ما تمام نکردم که اگر با ویدیو برام صحبت کنی ولی اولی وقتی صحبت نشد است منظور یعنی خب ولی منتظر باید باشه تا اینکه من تمام کنم بعد از اون صحبت میکنیم. خب بیننده عزیز گرامی این تا اینجا اون وضعیت و حالتهایی که هیچ بهبود برای وضعیت مهاجر تاجیک در یعنی سفرهای رحمانوف به تاجیکستان یعنی با روسیه و از پوتین بعد دوشنبه هیچ بهبود برای وضعیت و حالت مهاجر تاجیک در یعنی که روسیه یعنی دیده نشده است و می توانیم بگوییم که یگان معنای در این وضعیت ها وجود ندارد. پس انتظار خیر خوبی شدن از این سفرها برای ما و شما هیچ معنای ندارد و امکان ندارد که ما و شما در این قضیه ها یعنی که فکر کنیم که یعنی که کار خوب انجام می شود. پس ندید سنی نده گفتی گپا امیدوار شدن امکان ندارد که امیدوار شیم که یگان بهبودی یا وضعیت خوب یعنی ما و شما را انتظار است. چرا؟ چون که یعنی این قضیه معلوم است دیگه این قضیه امکان ندارد که یعنی که برای ما و شما یگان یعنی بهبودی در وضعیت و حالتی مثلا خوب دیگر ما و شما در برای آینده یعنی که داشته باشد. پس یگانه راه و یگانه کاری که ما و شما باید انجام بدیم اون چی است؟ اون تغییر وضعیت و حالتی که ما و شما را میتواند از این بغرنج و از این وضعیت خیلی بد و حساسی که ما و شما فعلا قرار داریم ما و شما را باید برآورد. در غیر این صورت امکان ندارد که ما و شما وضعیت مهاجران کاریمان در روسیه یعنی به یگان وضعیت خوب تحویل یا اینکه تغییر یا اینکه یگان کار صورت بگیرد در اینجا. خوب این قضیه دیگر برامون معلوم گشت و این مسئله برامون خوب معین هست. اکنون در قضیه وضعیت هایی که خوب ما و شما قرار داریم در امروز و باید با کدام وضعیت و با کدام حالت یعنی کارهایی که ما و شما انجام باید دهیم انشاءالله که در اون قضیه ها خدا خواه امروز باید صحبت کنیم تا وضعیت مونه یعنی که به حالتی که خوب بله ما
دیگر از این سفرها پس هیچ وضعیت خوب و نیک نباید انتظار باشیم. بله، اکنون آن چیزی را که میخواهیم گوشزد نماییم، اون حالت و وضعیت است که برای ما و شما تغییرات آن مهم هست و آن هم تغییرات این رژیم خوناشامی رحمانوف است. بله، برنامه که قبل از این هفته گذشته در قضیه آگاهی و آماده باش بودن برای تغییرات و وضعیت خودمان تغییر دادن، ما ملت و مردم با آماده باشی و به یک حالتی که امکان تغییراتی که ما و شما میخواهیم اگر انجام دهیم، پس باید ما و شما در این قضیه خودمان، یعنی باید آمادگی خودمان ببینیم تا اینکه تغییرات در وضعیت و حالت و کارهای ما صورت بگیرد. در غیر این صورت انتظاری، یعنی که یگان کس نباشیم، انتظار یگان چیز نباشیم، نه ملک از آسمان نازل می شود و نه یگان کشور، نه یگان مؤسسه وضعیت ما و شما را تغییر می دهد. پس چیکار کنیم؟ پس باید ما کارمون شروع کنیم. شروع کردن کار از من و تو وابسته است و امکان ندارد که با شروع کردن کاری من و تو یگان، یعنی که وضعیت یگان حالت یگان کار باید اگر ما شروع نکنیم شروع شود. از آغاز جنگ اوکراین در روسیه و اوکراین، وقتی که جنگ شروع کردن تا به امروز، تا آن معلومات هایی که پوشیده و پنهانی میرسند برای ما، بیش از 11,000 تاجیک کشته شده است. 11,000 تاجیک در اوکراین تا امروز کشته شده است. اون چیزی که میبینیم رسما مثلا اعلان میشود، اینه یعنی که لیستی تاجیکایی که در اوکراین کشته شدن، همه اینوی لیستوی، یعنی که تاجیکایی که در اوکراین کشته شدن خوب دیده ایستاده. یعنی نگاه کنید، از یک شروع میشود، این لیستی 2، این لیستی 3، این لیستی 4، لیستی 5، لیستی 6، لیستی 7، یعنی که 8. آخران نفرش چند است؟ دمیجه همین 600 چند نفر است؟ یعنی که زیر 500 نفر بود، والله اعلم. اوزی من در اکران هستم، نمیدونم. من خود من دوری خوب. چون که لیستی جدیدی که از کشته شده های شهروندان تاجیکستان در اوکراین برای رسانه ها، اون افرادی که رسما از کشته شدنشان یعنی آگاهی پیدا کردید، یعنی که یک بار 900 کس، یک بار یعنی که این 480 کس، یعنی که همین خیلی عددها یعنی که رفته ایستن. ولی عددهایی که میرسند اگر دیاتون باشد 9,000 و چند بود، زیر 10,000 گفته بودیم و هر یعنی که سر چند وقت عدد شهروندان تاجیکستان بیشتر و بیشتر شدن میگیره. 11,000 تاجیک در اوکراین یعنی شهروندان تاجیکستان کشته شدن. 11,000 تاجیک در و بیشتر از اون چیزی که یعنی که میتونن تصدیق کنن که شهروندان تاجیکستان است، یعنی که در اوکراین کشته شدند و میدونیم که
حتی پروکراتور گنرالی تاجیکستان برای افرادی که در اوکراین جنگ میکنن یگان دیلا میلا یگان چیز نیست. میگن حبیب الله وحیدزاده گفت که شهروند تاجیکستان وقتی دو شهروندی گرفت دیگه او شهروندی او کشوره هر چیزی که دولت براش قانون برآورد او باید که اطاعت کند و برود در اونجا جنگ کند. پس ما نمیتونیم یگان دلک شدگی نیستیم تا حاضر و خوب دیگر شهروند تاجیکستان که میرود در اونجا جنگ میکند کشته میشود هیچ مشکلی برای اون دیگر وجود ندارد. پس اگر همین 11,000 تاجیکی که در اوکراین کشته شد اگر در مقابل رحمانوف می ایستادند والله قسم رحمانوف یک دقیقه یعنی که دیگر نمی ایستاد و این ملت دیگر زندگانی آسوده و خوبی داشت. اما با تأسف خیلی زیاد که در اوکراین تاجیک می رود کشته می شود اما برای وطن خودش حمایت کردن باز هم می ترسد. برای وطن خودش حمایت کردن تاجیک می ترسد، در هراس است اما می رود جانش در اوکراین می تید. می رود در واگنر جنگ می کرد، پول می گرفت، یعنی که زر خرید می شد، با پول کشته می شد، جسدش نامعلوم گم می شد، یگان کس در فکر جسدی او نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه او از رحمانوف می ترسد، از هیچ نفر دیگر نمی ترسد. تاجیک تنها از رحمانوف می ترسد ولی از دیگر یگان نه اوکراینی می ترسد، نه از روس می ترسد، نه از یگان کس نمی ترسد. تنها و تنها ترس تاجیک از کی است؟ از یعنی که حکومت رحمانوف است. دیگر از کسی دیگر یعنی که تاجیک نمی ترسد. پس این وضعیتی که ما و شما در امروز قرار داریم انا همین خیل افرادی که از ملت ما و شما در روسیه هستند، شهروند روسیه دارند، شهروند ندارند، در زندان هستند، در حالتهای گوناگون و وخیم سخت قرار دارند، با هر شکل و با هر حالت اونها فرستاده می شوند به سوی کجا؟ به سوی جنگ. ولی چی گپ می شود؟ هیچ گپ نمی شود. در اونجا کشته می شوند، جسدهاش یا میفرستند یا در اونجا گورش میکنند. ولی اگر هم با وضعیت مردنش معلوم است که از طرفی کی بازی کی جنگ دارن و حالت مرگش میدونی چی گپ است. ولی اگر همین نفرانی که در اوکراین از طرفی یعنی که ارتش اوکراین کشته شدن آیا فکر میکنید امی 11,000 تاجیک از طرفی یعنی که رحمانوف کشته میشد؟ ما میدونیم رحمانوف میکشه، ما در یگان شک نداریم. آیا شما فکر داره که اگر همین نفرهایی که در اوکراین کشته شدن رحمانوف روانشو کرد برای کشتن، برای مرده شدن، یعنی که تا اینکه راضی شد برای این مسئله و روسیه هم گروه برای جنگ روانشون کرد تا اینکه در اوکراین کشته شوند و خوب دیگر. پس یک کم ترک هر یک نفر باید فکر کنی که شهروند تاجیکستان، برادران موتو، همسایه های موتو، اکا و برادر نزدیک موتو در اوکراین میرود کشته می شود، در اوکراین میرود از بین میرود، در اوکراین میرود اسیر میافتد، در اوکراین میرود زخمی و یعنی که نیمی بدنش نیست، نیمی پشت نیست، نگاه نی برمیگرده. او نه در روسیه در کاره، نه در تاجیکستان در کاره. او را یگان نمود خیلی کاری نکرده است که او کاری کرده که او بازید یگان دشمن جنگ نکرده است، رفته است برای امبیتسیا های پوتین در اوکراین رفته است جنگ کرده است. یگان گپ نیست، یگان دشمن هجوم نکرده است، برعکس تو مهاجم هستی. اگر در سال 41-45 هیتلر هجوم کننده به اتحاد شوروی بود و اتحاد شوروی حمایت کننده از خودش بود، پس در سال 2022 هجوم کننده به خاک اوکراین پوتین است و مردم اوکراین حمایت کننده از خاک خودشان هستند. پس تو یک مهاجم در لشکر مهاجم وارد اوکراین شده است و کشته است و هیچ فایده نه برای فرزندت، نه برای نسل آینده ت، نه برای پدرت، نه برای قبرت، نه برای آخرتت فایده داره. انا همین کشته‌ای که رفته مرده است یعنی تماما بردک از دنیا رفته است. این دنیاشون خراب شد، قبرشون خراب شد، آخرتشون معلوم است. یعنی که وقتی که تو رفتی از طرفی کی برای کی جنگ کردی، بعضی با علل اقل با بگیم که خب مثلا یک کشور مهاجم هجوم کرده است و اومده است چیکار کرده است، یعنی که تو ایامو کشوری که زندگی داری برای حمایت وطنت خوب کشتنت بازم یک گپ داری که من در همون دولت زندگانی میکردم، شهروندیش داشتم، یک دولت دیگه هجوم کرد، من خواستم در مقابل او دولت جنگ کردم، کشته شدم. نگاه که
در حالی که قاتل مقتول هر در آتشن، ولی باز هم یک دلیل وجود دارد به خاطر که من قتل دون ماله فهو شهید، من قتل دون عرضه فهو شهید. خب برای مالش، برای عرضش که اونو در آمدن، یعنی که در خاک ما و من به خاطر یعنی که ناموس ما، به خاطر زندگانیم حمایت کردم، سلاح گرفتم، خب کشته شدم. خب میتواند، حالا 100% هم نه، میتواند یک دلیل برایش باشه که من هجوم کردن، من خواستم سلاح گرفتم، جنگ کردم، ولی تو سلاح گرفته در اومده سر در یک خاک دولتی بیگانه که یعنی که امکان نداره که در اونجا تو یگان اجر داشته باشی، یگان پاداش داشته باشی، یگان دلیل برای تبرئه نفس داشته باشی. این چیز وجود ندارد. پس تو رفته سی 11,000 تاجیک در اوکراین کشته شده است، ولی یگان منفعت نه برای وطنش داره، نه برای پدرش داره، نه برای همسرش داره، نه برای قبرش داره، نه برای آخرتش داره. هیچ منفعتی نداره. برای پدرش چی میتواند منفعت داشته باشد؟ برای مادرش چی میتواند؟ وقتی که یک انسان در یعنی که برای فدا یا حمایت وطن و سرزمینش یا به خاطر تغییر نظام دیکتاتوری، برای یک نظامی ظالمانه دیکتاتوری را تغییر دادن، وقتی جنگ میکند، نبرد میکند، میخواهد کار انجام تید، پس مرگ او درجه دارد. اون معلوم است که در مقابل کی پیکار میخواهد بکند. ولی تو در اوکراین در مقابل کی پیکار میکنی؟ در مقابل مردمی یعنی که اوکراینی که در آمده از پوتین به خاطر یعنی که امبیسی‌های سیاسی خودش مثلا عملی کردن، تو باید که در اونجا برای کشته شد. تو چی اجر داری؟ تو برعکس، یعنی برای تو را یگان نمود خیلی ارزش وجود نداره در این عمل کردیت. پس مرگی تو یک مرگی خیلی بد، مرگی تو یک مرگی یعنی واقعا مرگی بدبختانه است. اما اگر اون مرگت در وطنت میشدی، اگر برای وطنت، برای آزادی وطنت میبود، برای تو اجر بود، برای تو پاداش بود، برای تو یک وضعیت تغییر کننده که فرزندت، نسلت، آیندت، این ملت در حق تو روز قیامت دعا میکرد. ولی تو در اوکراین کشته شدی، در حق تو یگان کس نه دعا میکنه، نه تو نیاز دیگه به دعای داری که دعای کسی برای تو تاثیر داشته باشه. وقتی که من عاش فی شیء یعنی ما تفیها در حالت حمایت از یعنی که امبیسیه های یک دیکتاتور حمایت کردی و در همون حالت از دنیا گذشتی. شخصی که در همون حالت گذشت، در حمایت همون گذشت، یحشر روز یوم القیامتی معهم، یعنی روز قیامت با همون وضعیت و حالتی که در حمایت همون یک دیکتاتور پلید دیگر کشته شدی، با همون حالت محشور میشه روز قیامت. پس تو چی فکر داری؟ آیا درجه و ارزش برای تو قائل هستن؟ هرگز نه. پس چی فایده داشت این کاری کردگی تو؟ یگان فایده نداشت. پس واقعا هم جوانانی که در یعنی که اوکراین میروند جنگ میکنن و کشته میشوند، واقعا هم وای به حال این جوانای این ملت. هیچ منفعت برای نه دنیاشون، نه آخرتشون و نه قبرشون وجود دارد. ولی جوانی که برای در مقابل رحمانوف ایستاده می شود و یعنی که کشته می شود، رحمانوف یعنی که در مقابلش میسی میکشد، منم میقپا میکشه، هر کدوم میره که قپا رحمان و ظالم است میقپا میکشمون. ولی در اینجا برای ما اجر است. چرا؟ چون که ما برای چی ایستادیم و در کدام حالت کشته شدیم. وضعیت و حالت مرگ ما، قتل ما، زندان شدن ما از اون مردار شدن در اوکراین فرقیت داره. این هیچ وقت شما نباید فرق کنید. این هیچ وقت نباید شما فرق نکرده همین خیلی زندگانی کنید، همین خیلی برد بوم بره یعنی. خب اکنون پس از این که ما صحبت کردیم، در اون روز یک قاری عبدالواحد، نمیدونم در کدام منطقه روسیه است، خب هیچ چیز اوکراین را خلاص دلیت کنم، اون قاری عبدالواحد بمونده تو اینکه همه کسا ببینیم که چگونه یعنی که صحبت داشت. خب بله، السلام علیکم و رحمت الله. اکنون گوش میکنیم. بله برکاته. تماشابینان عزیز و گرامی، امروزها در شبکه‌های یوتیوب محمد اقبال صدردین دعوت به ازدحام مردم، بار دیگر به خونریزی
بار دیگر به فتنه، بار دیگر به ناآرامی ملت، بار دیگر به کوچمنچیکی ملت به این اونیمی دریای افغانستان خاری و زاری بار دیگر مردم را دعوت داره. قاری خوب دیگه الله هدایت کنه. قاری ریش مانده خوبه که ما دیگه درباره کاروی کردگی دیگه اونو گپ نمیزنیم، ولی فعلا تنها برای همین صحبتت گپ میزنم. قاری یکمش که ما دیگه یگون جو فرار کردنی نیستیم. این تاجیک دیگه یگون جای دیگه فرار نکرده ماندگی نیست. در آسیا 2-3 میلیون تاجیک در بیرون، یعنی که از تاجیکستان 3-4 میلیون تاجیک قرار دارد. دیگه این تاجیک نیاز به افغانستان گریختن رفتن ندارد. افغانستان هم دیگه ما را راه نمیتیه. ما دیگه گریختنی نیستیم. این ملت هم دیگه گریختنی نیست. یگون جو وقتی گریختن رحمان و فای. ما هیچ وقت نخواستیم که ملت ما فراری در بدر آواره شود، ولی ما فراری و دربدر آواره از دست پیشروت هستیم. وقتی جنگ سال 92-97 همین جنگی که گذشت، این مقدار مهاجره که فعلا ما قرار داریم در یعنی که همین یعنی که خارج از کشور، اون وقت این قدر عدد این قدر مردم مهاجر نبود که مثل که امروز این تاجیک مهاجر است. قاری قبل از این که یک گپ میزنی، یعنی بهتر است قاری جان که یکم ترک فکر کن گپوتا، یکم ترک اندیشه کن، یکم ترک اون چیزی که میگوی، یعنی که بیس فکر کن که محمد اقبال مردم دعوت دارد تا اینکه در مقابل رحمان رو بیستند، تا اینکه حق حلال خودشون طلب کنند، تا اینکه ایمانداری و مسلمان بودنشون در مقابل یک دیوسی چاپلوسی به ایمانی خدازاده ولدزینایی یا الکشی لعنت کرده الله مردم اکسیس است که این مردم باید بیستند تا اینکه وطنشون از دست رحمان و فکر پوتین گفته است که در شنبه در مورد اسلامیستا را کشت، یعنی مسلمان ها را کشت. مودروگ رحمان در دستش پولمیات در آمد شنبه مسلمان ها را کشت، برادرشا را کشت. خیلی ای اگر که نشنیده باشی قاری جان التماس یا بار دیگه بدرو با تماشا که پوتینا یا بار دیگه بدرو لوکاشنکو را گوش که کامیگا پورا گفته است یا نفته که برنامه ما را اگر که تماشا هم که نکنی خیلی اقلا پوتینا قتل لوکاشنکو تماشا میکنی که آخی، یعنی که بدرو یک کم ترک تماشا که تا اینکه بفهمی که ما برای چی گفته هستیم میگه. و ملت ما دیگه نیاز به گریخته نداره. هم خیلی گریختگی که دیگه تمام دولت های دنیا پر تاجیکه تو به حضور قاری جان، یعنی دعوت بر انسان های کرده ایساست، بر ناحیه های کرده ایساست که اون ناحیه ها هر یک قدمش براسی خودش خطیب داره. ببینید میگه که وقت رسید مردمی که در تماس هسته به من از رایون قمسنگیر، از بخش، از کلخوزآباد، از نورآباد، از ناحیه رشت یعنی غرم، سابق غرم، از ناحیه طرف سوغد و چند از طرف کولاب، یعنی جوانایی که به من در رابطه هستین تیار باشین و کاری کنین که عقل شما را حکومت ندزده. در قول تو صادقانه بخیزین، عمل نشان بدین. 100% یگان گپ غلط نگفتم. یعنی که واقعا هم قاری جان یعنی که گپای من تکرار کردن این بسیار معنی خوب داره. یعنی این تأثیری سخنهای من الحمدلله یعنی که بهبودی و وضعیتی خوبی، یعنی که صحبت های من همین است که الحمدلله که تو یکم فهمیده همین بسای این همی تو وقتی که ما میگردیم میگیم که برادرای گرامی لایکاتون رو بمونه نشر کنید تو اینکه نمیتری قاریا و نمیتری ببینن، یعنی که این تاثیر داره. تأثیری نشر سخنا، باز نشر، لایک گذاشتن، ایسر نشر کردن، کوتاه کردن، اینها همش تاثیر داره. این تاثیرش است که یعنی من مردم دعوت کردم که از قمسنگیر، از پنج، از همه منطقه‌ای که نمبر کردم بسیار خوب و اهمیت داده است قاری تا اینکه مردم آگاه داره و یعنی که گویا که منظور من در مورد این که مستقیم و استوار باشد و هدفناک باید که کارمون ما انجام بدیم. فریب نکردن منظور از این است که یعنی وقتی دیگه فریب و وقتی فرار یوم زحف نیست. قاری جان میدونی که فرار یوم زحف چی معنی دارد؟ گریختن از میدان نبرد در رو وقتی که مقابله
با یک نمرود یا با یک فرعونی پلیده که این ملت باید که مبارزه برد تا اینکه نجات بیا بتیت خدشه. این ملت در مقابل رحمانوفی پلید، در مقابل رحمانوفی کثیف، در مقابل رحمانوفی مادر به خطا رفته، در مقابل رحمانوفی ولد زینای علیه لعنت، رحمانوفی که ملت به بدترین وضعیت آورده است. نه برقش میتیه، نه کارش میتیه، نه ارزانی برای او را آورده است، مهاجرش کرده است، در بدرش کرده است، مسجد شرس کرده است، زنش به حجاب کرده است، فرزندش به درغه کرده است، عسکری برده است کنتوزیش کرده است، مسجداش رس کرده است، فرزندش مسجد روی نمیمونه، در بدترین وضعیت آورده استش. آیا تو با کدام نمود ایمان و انسان و با همان قرآنی که بسیار وقت است که رسول اکرم میگه انسان قرآن میخوانند ولی از حناجرشون نمیبراید. انا همون بدون قاری از الله بترس که جواب گفتن تو در نزد الله با اون قرآنی که حفظ کرده تو و اون قرآن تو را وقت سبب هدایتت نشده است و اون قرآن تو را نور نشده است که طاغوت یک دشمن دین تا یک دشمن اون کتابی که حفظ کرده اون تو حمایت میکنی، پس تو فکر نکن که اون قرآن تو را یعنی که میتونه قرآن به نفعت باشه یا میتونه قرآن علیهت باشه. فراموش نکن قرآن میتونه به منفعت تو باشه، درجت بالا میکنه. چون که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها را پرسیدن که در جنت چقدر درجه است؟ گفت با هر آیتی که میخوانی در قرآن چند آیتی که هست انا همون مقدار آیات قرآنی درجات انسان در روز قیامت. اقرأ وارتقی، بخوان و بالا بر درجته. و تو فکر داری که در حمایت یک طاغوت رحمانوف قرار گرفته و مردم دعوت داری باز امام خطیبا را شرم نکرده. با مردم عادی هم نه، امام خطیبای مساجد و منبرهای محمد صلی الله علیه و سلم که در مساجد رحمانوف اونها را خوار و ذلیل کرده است. بجای نام الله و پیامبر گرفتن نام رحمانوفی کثیفی کناشوشته را 24 ساعت در منبرها میگیرن. باز مردم تلقین کرده است که برای حفظ و حمایت رحمانوف باید امام خطیبا کار انجام تیان. نگاه کنین همه رایانا سرخطیب دارن. سرخطیبا همه صدای همه اقبال صدردین شما شنیدگی. قاری جان به احترام گپت نزدم. من پدرم محمد اقبال نام کرده است و به احترام نام بگی، به احترام من نام گرفته هستم. فهمو هم وقت نام میگیری پر نام بگی و صحبت که من به احترامیت نکردم. من بسیار چیزا تو میدونم. من چیکار میکردی، چه خیل میکردی، خطی شاه خیلی دیگه نگم بهتر گپورا دهایی تو در منطقه همه را خوب میدونم. من میدونی که یعنی من یتیم افته کمتر کار نمیکنم. منظور که معلومات های دمن میرسه از هر یک شخصیت به اندازه زیادن. با همون خاطر با احترام صحبت که و این صحبت کردگی ترا من برعکس یعنی که با منفعتی مبارزه میدونم. یک روز شد برآمد شه، یک روز من ندیدم همه ماشین قطعی همه رایان میرم، در روزهای جمعه هم اشتراک میکنم. بجز از خطیب ناحیه جرگتال که فقط مردم را آگاه میکنه به صلح و صلاح، که صلح بعد آسانی به دست آمدگی نیست. جوانا شیار شن، در هر فتنه و شبکه دستگیری نکنین، احتیاط بکنین، نصیحت میکنن. و دیگر سرخطیبا بخشش کلان فقط اگر ای خطیبی بگیرن تو دوله نمیشه، تمام دیگه همون روز یا دوله نمیشه و سردرد میشین یا یک مرده بمره. اگر خطیب میبینی نمیگذاری که همون امام 5 وقته همون محله همون قشلاق به همون مردش به همون دشمن و به همون دوستش دوستی و دشمنیش بکنه. بنابراین اگه یعنی که گویا که خطیب جرگتال خواهش میکنیم برادرای بچه‌ها که در جرگتال هستید، همون خب من نام نمیگیرم، از نفر 7 تا نفر 11 که در جرگتال هستید، از 7 تا 11 بچه‌های دیگه‌اش نه، 7 تا 11 همین بچه‌ها یعنی که کاملا اون چیزی که همین خطیب میگه خواهش میکنه روان کنه، تو اینکه ما
یعنی که گپ زنیم تو اینکه چهره او خطیب کی است بیشتر آشکارش کنیم. در برنامه نامه ها نشرش میکنیم، در برنامه های مخصوص بچهای 7 تا 11 12 هم کار نکتی یگون کار 7 تا 11 کارتون انجام بدید از 7 8 9 10 11 بچه 12 می جرگتولی یگون کار نکد 7 تا 11 کارتا منظور که یعنی که سینمات که همون چیزی که گپ میزنن معلومات لازمه را باید یعنی ارسال کنید وظیفته او زنک که در ملسه خانه که مردم در درون بوتلکه میدازم امو میبخشید که من بگرم بگم دیگه در گفتن حقیقت کار از خدا شرم دار شرم مدار در جرگتالی از زنک ملسه بچه را میبره مویاشون در درون بخلشکه پیش میکنه و دم میکنه چکارشون میکنه ایس میبرن همه بچه خب پای ما همه این مسئله را تحقیق کرده سیم رفته سیم و انشاءالله که برنامه مخصوص هم نشر میشود. برادر 7 تا 11 کارتون انجام بدید، ما منتظریم. برادر 7 تا 11 کارتون انجام بدید تو اینکه ما یعنی که همین خطیبه که چی میگه و چی گونه دعوت میکنه چی گپا میزنه همش باید ما بیشتر و خوبتر بفهمیم. اگه دعوت داره که دیگه خطیبای مسجد ها وقتی ای وظیفه به خدا خطیبا گریه میکنن در پیش ما، خطیبا گریه میکنن و در پیش الله چه جواب میگیم؟ این وضعیت و این حالتی که ما رفته ایسیم در منبر رسول اکرم برآمدن نامی پیامبرمون بازوری میگیریم، نام رحمانوف میگیریم. انا این است که رحمانوف میگه انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی. رحمانوف میگه که خودش پروردگار این ملت اعلان کرده است، پیشوا، اساسگذار، جناب عالی، پدر ملت، همه چیز همین فقط منم پروردگار عالی شما. همین کلمش تعماند است که یعنی که باید بگه بعد از اون خودش خدا اعلان کنه. فرعونی زمان رحمانوف و این خسته است یعنی که خب قاریش میگن ولی سبحان الله ببینه دعوت دارد که امام خطیبا دعوت کنه تو اینکه گویا ما مردم میخوایم که فراری کنن. نه قاری جان، ما میخوایم مردم بر بگردن. تو غلط فهمیده، ما نمیخوایم مردم دیگه فراری و یعنی که در اروپا و در امریکا و در کشورهای گوناگون روسیه و قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان زندگی کنن، میخوایم مردم بر بگردن. فرقیت گپی ما انا این است. تو گپ نفهمیده که میگوی مردم ات خواسته است که مردم باف مردم فرار نمیکنن. وقتی جنگی شهروندی دو منطقه بود هوزی نه کلوب بغرم دشمنه نه غرم با کلوب دشمنه، نه خوجند به یگان تش نه یگان منطقه دیگه. تنها یک مردم ملت تاجیک و مردم تاجیکستان تنها در مقابل رحمانوف میخوان بیستن، نه در مقابل یگان منطقه که جنگ کنن و بخیزن بگریزن بروان. تا ازبک قلق لقای ترکمن تاجیک سوخدی و بدخشی تمام این ملت یک دشمن دارد، اونم رحمانوف است. غلط نکن خوری. یگان کس یگان جو نمیگریزه. یگان منطقه این کشور با یگان منطقه جنگ هم کردنی نیست. ما نمیخوایم ملت تاجیک سرسان و سرگردان و در بدر باشه. چرا تو غلط گپ زده است که گویا ما میخوایم مردم فراری کنن، مردم فراری کنیم؟ برای چی؟ ما کی گپ گفتیم؟ ای ملت، ای مردم، آیا ما هدفمون برگشتن به وطن نیست؟ ما 10 سال است که در فکر وطن هستیم و میخوایم هر چی تیسر بر بگردیم. دیگر این سال تمام باید این ملت بر بگرده بروه، نه اینکه ای وطن ببروه بروه. حالا اگر ما به همین شکل ایستادگیم اگر بیستیم، این ملت بیرون شده است از وطن فرار داره به اروپا و به امریکا و به روسیه و به دیگر کشورها. ما میخوایم ملت بر بگرده، نه اینکه ملت از کشور بیرون شوه. از همه شما التماس منم خطیبا، یک دولت یا وزارت کارهای داخله کمیته امنیت ملی من شعبه هاشو در بلا زدگی نیستن. چی در بلا زدگی باشن؟ همین اعلان نفیر یا امر نفیره که مردم باید در حالت آماده باشد. همین سفرهای رحمانوف کردن. پرزیدنت آیا ورود با دوشنبه ممنوع بود؟ نه. دیده که یک صحبتی که میکنیم یک صحبتی جمعگیر بود، یک صحبتی وقتی عمل رسیدن ما چقدر یعنی که دوشنبه در آمدن ممنوع شد. فهمیده است؟ انا اینا میگن یعنی که نه ترسی رژیمی که هیچ قدرت نداره، ترس یک رژیمی که یک عائله را با ضرب و زور سلاح قپیده است ایستاده است. انا همین از ترس، انا همین از وحشت یک رژیم خودکامه که در دستش автомат و پولمیات وارد دوشنبه شده است
تا اینکه با مردم مسلمان تاجیک جنگ کنه. رشاد برزقاریه رحمانوف درمده است بازیدی قرآن که حفظش کرده یا فراموشش کرده هازی علمی قرآن نابود کرده رحمانوف درمده است شنبه. شما چیکار میکنین؟ روزای جمعه همه خلق در پیش شما چی به نصیحت نمیکنین؟ امیر رایانایی که نامزد کرده است که ما مخلص داریم خطیباشو نمیخزه مردم آگاه بکنه. رای نر فهمیده سه الحمدلله ثم الحمدلله. انا این از عزتی که الله سبحانه و تعالی برای یک مرد که اون میخواهد عزت تنها و تنها در ملتش ببینه، تنها میخواهد که ملتش خار نباشه. تا کمیته امنیت تا اماما تمام ایشا دعوت دارن که ببرای بازیدی محمد اقبال گپ زنه تا اینکه مردم مبادا نخزن رحمانوف خونی لیش نکنن، مبادا نخزن این پدر لعنتی مادر به خطا رفتن از کرسی که خون هزارها ملت تاجیک در اون کرسی یعنی که آبسته و یک جایه شدگی است با قتل و کشتار وارد دوشنبه شد. نمیخواهند به خاطر چی؟ به خاطر آن که تر است کنشون که تر است به همون خاطر. واقعا انا این از عزت، انا این از شرف، انا این از آن چیزی که یک مرد که میتواند کار در مقابل یک رژیمی که ارتش سپاه ورتالیات سمالیات سلاح تمام پول دولت در دستش است ولی عاجز است. برای چی؟ به خاطر منتخب این ملت نیست. ولی وقتی که اون پرزیدنت منتخب این ملت باشد میگه من ملت انتخاب کرده است، من از ملتم. وقتی محمد اقبال از این ملت است انا خطاب شه برای ملتش میکنه، برای جوانان شجاع این ملتش میکنه. برای چی؟ به خاطر که از این ملت است، برای اینکه خیانت نکرده است، برای اینکه آدم نکشته است، برای اینکه دزدی نکرده است، برای اینکه غارت نکرده است، برای اینکه شب و روز در فکر آزادی ملتش است، برای اینکه شب و روز میخواه شهروند این کشور به وطن بر بگرده، نه اینکه شهروند کشور را به شمال افغانستان و به تمام گوشه های دنیا بگیره یعنی که مهاجر و مسافر کنه. برخی ملت نفروخته است، برقش ندزدیده است، سرزمینش نفروخته است، کانهای زیر زمینی این ملت به خارجی ها نفروخته است. برای چی؟ به خاطر اینکه الله برای او ایمان داده است و اون ایمان نمیگذارد که خاری و ذلت ملت شو ببیند. فرقیتی یک مرد این ملت اگر 1000 مرد از این ملت به همین وضعیت در مقابل رحمانوف پلید ایستاده شود والله قسم یگان ارتش سپاهش رحمانوف پسند نمیکند. انا همین خیل درآمدن بعد شنبه را ممنوع میکنه، انا همین خیل درآمدن بعد شنبه را با چی میکنه؟ بعد یعنی که اجازت نامه مخصوص بعد شنبه وارد میشه. انا مین از لرزه کاخ ظالم، انا مین از لرزه کاخ قاتل، انا مین از لرزه و اون ذلتی که خداوند برای یک پرزیدنتی که میلیارد دارد، برای یک پرزیدنتی که ارتش دارد، برای یک پرزیدنتی که تمام آن چیزی که خودش تمام چیز میداند وقتی اون ملی و مردمی نیست انا همین خیل پایه های حاکمیتش متزلزل است. وای به حال اون افرادی که حالا هم از رحمانوف ظالمی که کرسیش لرزانک است بازم میخواهید از او حمایت کنید. رحمانوف میرود، رحمانوف میرود، رحمانوف میرود. امکان بقای رحمانوف و رستم در این دولت و در این ملت ما دیگر جایگاه ندارد. اگر این خیلی قاری 1000 تدبیر برای گپ زنه همین ملت خودش بستو میکشش مورا. باری دیگر در این لغزش دوچار نشین که این سفر مشکلی بالاتون میآید که حاد کردن نمیتونین. دولت بس کدام لغزش ما داریم در مقابل یک رحمانوف ظالم ما در خطا رفته ی دشمن تمام وضعیت این ملت خار و ذلیل کرده است، فراری و مهاجر کرده است. لغزش ما داریم. لغزش امام خطیب که نام پلید رحمانوف نگرفته است از الله ترسیده است، اون لغزش داره یا تو؟ با کدام ایمانتی گپ میگوی؟ تو وقتی که در نماز میسی اهدینا صراط المستقیم میگوی، کدام صراط؟ صراطی که رحمانوف در اون راه است. صراط الذین انعمت علیهم. در یک روز 5 وقت نماز میخوانی صراط الذین انعمت علیهم آیا رحمانوف و کمیته های امنیت و وزارت داخلش است؟ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. کی قاری نماز میخوانی در نمازت همون عزتی که خداوند برای یک مسلمان داده است
بار هم ایستاده در نزدی بین یدی الله میستی، تو چگونه در صراط الذین انعمت علیهم رحمان و داخل میکنی؟ یک بار در ایمان و تجدید، یک بار دیگر با ایمانت نظر کن و ببین که چگونه تو با اون الله ایمان داری. صاحب نیست مردم، ملت، دولت انشاءالله شیار شدگی. ملت شیار شده است، ملت فهمیده است، ملت دشمنش از دوستش تشخیص کرده است، ملت میداند که کی دوستش است و کی دشمنش است، ملت آگاه است که کی دزدیش داره و کی غارتش داره و کی مهاجرش داره، کی بخشت دزدیده است. ملت میداند که کی با اون ملت است و کی دشمن این ملت است. ملت میداند، مردم آگاهند، تمام ملت از ظلم و جنایات رحمانوف آگاهند. فکر نکه قاری که تو چیزی گفته است که با این لیسیدنت امکانی یگان قدرت بلند شدن است. والله این صحبت تو در تاریخ این ملت ثبت می شود. فکر کن، اندیشه کن قبل از این که از رحمانوف حمایت میکنی. دیگه نمیگذاره که ایریان قمسنگیر و کولاب و سوغد و رشت و لیلین آباد و دیگر نورآباد دیگر مردم بخیزن. خستگی مردم بخیزن، آزاد شوند، تا دین ترا آزاد کنن، تا دختری ترا که رحمانوف میبره در پیشش رقص میکنه، سینه‌کش چاک آزادش میخواهد دختری ترا بکنه، میخواهد در این مسجدت باز شوه، میخواهد فرزندی تو در عسکری کشته نشوه، میخواهد که این ملت به زوری ابله‌اش نبرن، میخواهد که این ملت در خارج داخل آزاد باشد. آیا تو اقاری نمیخوایی؟ نه؟ انشاءالله تعالی چنان جزای میگیره که به 7 پشت تعلیم شود. به 7 پشت ما را رحمانوف تعلیم داد تا امروز قتل کرد و کشت ما را. تا امروز آن قتل و کشتاری که رحمانوف ما را کرده است، این ملت تعلیم دیده است. این ملت هر روز از ظلم رحمانوف شکایت داره. این ملت از ظلم رحمانوف فراری شده است. این ملت در بدترین وضعیت از ظلم رحمانوف قرار دارد. پس تو فکر داری که ملت باز هم باید تعلیم بگیره؟ چی را تعلیم بگیره دیگه؟ تجاوز، ظلم، دختری پیش رحمانوف رقص میکردگی، سربازی برای سربازی هر یک بهار کیرما 600,000 عسکر برای که لازم نیست ولی از اونها دولت گرفتن. همین را تعلیم بگیره باید. چی را تعلیم بگیره باید؟ چی میترسونی؟ یا بار استاد منصور بریده بودش با بریدنشه. خطیبا گپ زنین نمیگه، هیچ کاره شما را نگرفت از خطیبا که گوش نکنین. گوش کنین، قوماتون هر یک برآمدی او بیای قوماتون در هر یک جمعه آگاه بکنین. گوش کنه محمد اقباله و قوماتون آگاه کنه. بهترین سخن گوش که امام خطیب وقتی که تو گوش میکنی منه، هر سخنی که مخالف با دینت گفتم، هر سخنی که مخالف بر علیه فرزندت گفتم، مخالف بر علیه دولتت گفتم، مخالف بر علیه این وطن گفتم، من اگر تو بر ضد من گپ نزنی، اگر روزی قیامت خداوند از زبانی تو با لجام آتشین میگیره، در آتش میپرتاید. ولی وقتی که من سخن حق گفتم، برای آزادی تو گفتم، برای آزادی دختر و فرزند و نبره و نزدیکات گفتم، به خاطر برق داشتن تو، به خاطر زندگانی آسوده داشتن تو گفتم، اگر تو باز هم سخن حق مانده و از قفای شیطان اخرس رحمانوف اگر رفتنی باشی، پس والله قسم روز قیامت الله الجموه بلجم من النار میگه. خاصتا همین ملاها و قاریایی که در حمایت یک طاغوت رحمانوف میخزن و باز هم میخواهند که ظلم رحمانوف تبرئه کنن و او را گویا یک شخصیت بدانند که اون شخصیتی است که گویا خدمت برای این ملت و مردم میخواد بکنه. واقعا امام خطیب گوش کن، واقعا گوش کن. اگر سخنی از زبان من، لغزش از زبان من در مقابل دینت، ملتت، دولتت، فرهنگت، زن و فرزندت از دهن من شنویدی، اگر در مقابل من گپ نزدی، تو روز قیامت پرتافته میشوی در آتش. ولی اگر آن چیزی که من میگم اگر در عقلت بگذار و بسنج اونه، اگر سخن رحمانوف که و عمل کردش با آن چیزی که من میگم اون درست باشه و من غلط باشم، پس دیگر گپ ندارم. ولی تو 100% و یقین میدانی که آنچه که من میگم برای فایده تو گفتم، آنچه که من میگم برای نجات تو گفتم، آنچه که من میگم هدف و دعوت به خاطر سرنگونی یک رژیم، یک خانواده، نه این که از دست دادن این دولت،
نه اینکه مهاجر کردن مردم تاجیک است، برعکس سرجم کردن ملت، برعکس با وطن برگرداندن ملت، برعکس جای کاری درست کردن برای این ملت، برعکس برق دادن برای این ملت. انا این از هدف ما. والله قسم هدف دیگر برای این ملت و مردم نداریم. هدف دیگر برای نیک احوالی جز از نیک احوالی چیز دیگر نداریم. ما آنچه در بساطمون داریم تنها نجات و فلاح این ملت با از بین بردن رژیم دیکتاتوری رحمانوف است، نه چیزی دیگر و نه چیزی دیگر و نه چیزی دیگر. به تشویش به ملال نشینین. سالای 90 و 91 مردم به تشویش بدن، سردارای همون محل به تشویش شیشتن، ملاها محله و محله حزبیا گشتن، کسی به میدان نمیره و زنش سه طلاق زنش سه طلاق بودیم. بار دیگر میگم، بار دیگر تکرار میکنم، اون چیزی که در سالهای 90 گذشت تمام مردم شاهدن. یگانه چیزی که رحمانوف تا امروز این ملت هم میترسونه از سال 90 است. ولی اگر رحمانوف با کمک اجنبی ها و خارجی ها و انا همون روسیه و انا همون یعنی حالی که اسلام کریموف ملعون اگر بر علیه این ملت نمیتاخت، دولت ما یکی از دولت های پیشرفته ترین آسیا لااقل بود. ولی رحمانوف پلید آمد، انا همین خواجه خارجی داری روسی دار رو، انا همین خواجه خارجی داری اسلام کریموف دار در بالای تانک های روسی و اتومات روسی شیشت آمد و این ملت از نمی تیغ گذرانی. تو امروز آمده حمایت از یک ملعون داری. ای وای به حالت قاری، وای به حالت. الله هدایتت کنه قاری. بالای پدر ما، بالای بابای داملا حکمت الله، بالای دیگر داملاهایی که هستن ایشان ساربان یا رحمتی بود زنده بودن، چه خیلی فشارا بالاش آمده بود. شما آیا همون داملا حکمت الله را رحمانوف کشت؟ ایشم دروغه؟ مدرسه داملا حکمت الله را از بین برد، ایشم دروغ است؟ فرزندای داملا حکمت الله را به چی وضعیت آوردن رساندن، ایشم دروغ است؟ آیا اون قدر مصیبتی که بالای شاگردای داملا حکمت الله آورد ایشم دروغ است؟ این قدر بدبختیه که در تاجیک آباد رحمانوف آورد. دیدید که نفری که در جنازه داملا یعنی که حکمت الله صحبت کرد برد زندانش کرد. از الله بترس قاری، از الله بترس وقت صحبت میکنی. فشار آوردن، چیکار کردن نکردن، گفته سای هیچ کس داملا حکمت الله را به احترامی نکرده بود، هیچ کس یگان داملا و ملا و بزرگای قوم به احترامی نکرده بود. این قدر بدبختیه که رحمانوف بالای سر داملا حکمت الله الله رحمتش کنه آورد، فرزنداش با بدترین وضعیت آورده است، قرار داده است، مدرسه و مسجد و تمام چیزش از بین برده است. یگان نمود خیلی کار شاگردش صحبت کردن نمیتوند. آیا این کار میتونی کرده؟ رحمانوف چند بار خانهش رفت، پیرم گفته، بعد اخیر آورد، چیکارش کرد؟ رحمانوف آیا با یگان عالم و ملا و با یگان دیندار قاری و با یگان شاعر روزنامه‌نگار با یگان زیایی این ملت رحم کرده است که تو نام رحمانوف هم میگیری؟ گویا که رحمانوف با اونها رحم کرده باشد. از الله بترس قاری. میدونین همه را فشار بالاش آمده بود که بعد از این اینا را کشتن در کارای. بعد والله قسم این طریق نبوده است. هیچ وقت یگان نفر از افراد ملی برای کشتن یگان عالم و برای یگان زیایی، تمام عالم و زیایی و تمام علمای این ملت تا بلاگر تا ژورنالیست تا تمام افرادی که عادی ترین سخن در مقابل این ظالم میگد همش برد از پلوش که سوزن گذرانید. رحم بزن شیرخواره که فرزند شیرخواره 9 ماه داشت نکرد رحمانوف. آیا تو برای ما از رحم و از عدالت رحمانوفی کثیف گپ میزنی؟ والله قسم روز قیامت مؤاخذه میشه. والله قسم انسان تا وقت سخن نگفته باشد اسیر سخنش است. وقتی انسان سخن گفت رقیب عتید نوشته ایستادن کراما کاتبین، همه آنچه که گفتی، همه آنچه که نطق کردی بر علیه شهادت میدهند روز قیامت، دستا و اعضای بدنت و جوارحت. پس تو از الله بترس قاری با این سخنان دروغه که میگوی. لااقل من بدانم داملا حکمت الله رحمانوف احترام کرده باشه، فرزنداشه، شاگرداشه، حتی افرادی که در جنازش صحبت کردن با چی مصیبت ها گرفتارشون کرد. از الله نمیترسی؟
از این غلبه اینا را کشتن در کار. به تشویش به ملال نیستین. فقط دیده میشد از یک ناحیه جرگتا سرخطیبش همه وقت در صلح و صلاح و آرامی و جامعه و در همه نصیحت میکنه. دیگر در دیگر رایانا ندیدم که نصیحت بکنین. فقط هشت در چریدن کی میمره، چخیل جنازه کنیم، چخیل پیشنبی و دزدی بخریم. اگر چند تنظیم هم باشه که پناه رفته کارتون کدایسین. بنابراین همین همه شما التماس میکنم که خلق شیار کنین در این باره. خلق در این باره شیار کنین. باری دیگر وعده نزنه که به هفت پشتش همون انسان خستگی تعلیم میگیره. بعد انشاءالله دیگه ما تعلیم مونه گرفتیم، ظلم شدیم، کشته شدیم، فراری شدیم، به برق شدیم، غلام شدیم، اسیر شدیم، در بدر شدیم، مهاجر شدیم، پناهنده شدیم. چی با تعلیم بگیریم دیگه کجای تعلیم گرفتن موند؟ چی را تعلیم بگیریم؟ هر گپی که گفت انجام دادن، ولی باز هم رحمانوف رحم نکرد، نه به مرد و نه به کودک و نه به زن و نه به پیرانسال. مرد 80 ساله زبیدالله رازق در زندان مرد. ده ها و صدها مردان 80 ساله دیگه در زندان طاغوت رحمانوف قرار دارد. از الله نمیترسی؟ دولت از انشاءالله نمیگذاره دیگه ای کاره. ملت دولت میگوی رحمانوف دوجه انشاءالله نگو. امکان ندارد که خواهش خداوند و رضای خداوند با این رحمانوف پلید باشه. البته هیچ کاری نیست که الله در اون اراده و خواهش نداشته باشد. حتی همه اون عملهایی که رحمانوف و اون ظالمان میکند، ولی لیاخرهم الی اجل مسمى، الله سبحانه و تعالی میگذارد اونها را به یک روز معینه که سرنوشت سیاه برای اون افرادی که این ملت ظلم و ستم کردن، این ملت فشار آوردن، این ملت با بدترین وضعیت آوردن قرار دادن. فکر نکن که عین خداوند لن تنومی، چشم خداوند هرگز یعنی که خواب نمی رود. لا تأخذه سنة ولا نوم. الله سبحانه و تعالی یمهل ولکن لا یحمل. الله سبحانه و تعالی مهلت میتید ولی هرگز فراموش خاطر نیست. و ما ربک نسیا، هرگز پروردگار ما و شما فراموش خاطر نیست و امکان ندارد که اون ظالمایی که ظلم کردن این ملت به این وضعیت آوردن رساندن اونها را الله فراموش کنه. و ما ربک نسیا، الله سبحانه و تعالی هرگز فراموش نمیکند. هم نمیگذاره، ملاش هم باید نگذاره، سرخطیش هم باید نگذاره که این خلل در جامعه رخ بتیه. کدام خلل؟ حالا در تاجیکستان خلل وجود ندارد؟ حالا در تاجیکستان زندگانی مردم با بهترین وضع و بهترین شکل ادامه دارد؟ کدام خلل؟ از کدام خلل گفته است خوری؟ و یگان خلل دیگر هم وجود دارد که ما ندیده باشیمش. قتل دیدیم، زندان دیدیم، به برقی را دیدیم، گرانی را دیدیم، تهمت دیدیم، فراری را دیدیم، مهاجر شوی را دیدیم، پناهندگی را دیدیم، با تهمت زندانی کردن را دیدیم. مادر شیرخواری که طفل 10 ماهه داره برد زندانش کرد. شاعر نویسنده را برای نوشتن یک چیز یعنی که کتابش نوشتن یا آدم ریش درشتگی یا زیایی عادی، نه اکستریمیست نه تروریست، برد 10 سال 5 سال زندانشان داره. چی را با این ملت ببینه؟ تو چیه ترس من داده سای؟ بنابراین شیار شدن در کره. مردم شیار شدگی دیگه. تو خودت شیار شا. مردم شیارای. تو شیار شا. تو هشو در سرت وقتی که همون نماز تا میخونی ایاک نعبد و ایاک نستعین میگوی گپای من در یادت بگی. اهدنا الصراط المستقیم وقتی میگوی قاری در یادت بگی. تز نخون نمازه. سوره فاتحه را تز نخونده وقتی نمازت. انا تز میخونیش که اومده حمایت از طاغوت داری. اهدنا الصراط المستقیم میگوی در یادت بگی گپای من. ای الله در یادش بیار وقتی اهدنا الصراط المستقیم میگه تا اینکه بداند که کدام صراط المستقیم ای. آیا صراط المستقیم راه رحمانوف و اس یتیموف پلید و رمضان رحیم زاده بقچه صراط المستقیم، یا اینکه صراط طاغوت ای، یا اینکه صراط بد است، یا اینکه صراط منحرف است. اون برادرای عزیز، کمک همی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کمیته امنیت ملی جمهوری تاجیکستان آبروی دامله ها را کمک خزارون. والله قسم آبروی دامله ها را این خدره که وزارت داخله
یعنی که از بین برده است. این قدر فیلم های فحش، این قدر چیزها را، این قدر اسلام، این قدر ملا را شرمنده کرد. 4 تا جادوگر پدنالت همه قپا فکر کرده است که اسلام انا همین دین جادوگری است، در حالی که دین اسلام کاملا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث زیاد گفته است شخصی که می رود نزد کاهن یا عراف و تحقیق روزه و نماز او 40 روز باطل می شود. شخصی که تصدیق میکند کاهن را و تحقیق کفر بما انزل علی محمد. ای قاری خدا بترس، هرگز هیچ نفر اسلام میفهمه اون جادوگر نیست، ولی ملا را جادوگر نوشتن و گفتن. ممکن است بعضی از افراد عامی نفهمند، ولی افراد عامی انا همون رخشانه حکیم و مادری که طفل 9 ماهه داشت با تهمت برد زندانش کرد، انا همون را میفهمه. عبدالقادر رستم بردن زندان کرد میفهمه. انا همین ملت ژورنالیست های بیگناه و بلاگرها را بردن زندان کردن میفهمه که رحمانوف باطل است. اگر نفهمه که دین اسلام دینی است که مقابل جادوگر و مقابل خرافات و مقابل همه آن چیزی که یک نفر از علم غیب گویا آگاهی دارم بگه و ترا خبرت کنه و یا اینکه جادوگری را تصدیق کنه، این کفر است. کفر. شریعت اسلام هیچ وقت دین خرافات پرست نبود و نیست. اسلام مخالف با یعنی که تمام اون شرکیات و تمام اون عملهایی که جادوگران و منجمان و همه اون عرافان میکنن، دین اسلام مخالف اون بود و هست. رحمانوف خودش از جادوگر، در خانه رحمانوف جادوگرای کشمیری و جادوگرای پاکستانی میآیند. رحمانوف و دختر اولادش با جادوگری تا امروز زندگانی دارن. خودش که همون است وضعیتش و فکر میکند که مردم و اسلام همین است، در حالی که حاشا لله اسلام عزیز هرگز به این جادوگر و به این منجم و به این عراف و به این بینک ارتباط ندارد. این اتهام بد رحمانوف و رئیس یتیم و رمضان رحیم زاده پلید و خبیث بودن که اسلام به مردم انا همین خیلی بد معرفی کردن. حاشا لله اسلام نه دین جادوگری است، اسلام نه دین بینک است. اسلام به اینها را گفته است باور نکن پیامبر ما گفته است، نه اینکه این رحمانوف یعنی که گویا که جادوگرا را قپیده باشه و گویا به شکلی که اسلام تازه کرده باشه. برعکس رحمانوف اسلام به دین جادوگری اتهام کرده است. در گجا یک جادوگر فالبین به نام ملا همینا قپیدن، حجت کنوندن، دخلشون دادن. وقتی سوالش میتین که یک آیت بخون، یک چیز میخونه که نه در قرآن، نه در تورات، نه در انجیل، نه در زبور. همین آبروی ما شما قاهریا و ملاها و سرخطیبان است تا همیشه هم ملاها بدنام بدن یا حجت کنوندن که اینا نگه کنین سخناشو یگان مناسب مساوی در آیت قرآن و در شریعت نیست. ایروی نادونی جاهلیشو خسته مردم به فریب کشیده ایسان. همین آخه قاری وقتی گپ میزنی آیا اسلام تا وقت رحمانوف آمدن به قدر بود؟ رحمانوف آمد اسلام به قدر کرد؟ آیا رحمانوفی که مسجد میبندد، حجاب منع میکند، اسلام و حجاب یعنی که عقب مانده و گمراه گشته میگه، مناره مسجد رحمانوف میبره نفرت دارد؟ تو قاری از کجا گپ زده است؟ اشکمت گپ میزنی؟ او گرد کله یا دوام گردنه چیه؟ تو چی گفته ایسای؟ از الله بترس، تو چی گفته ایسای؟ های رحمانوف دین اسلام گرفته است، به قدر و به عزت کرده است که ما در اینجا برآمدیم بازیدش گپ زده استیم. رحمانوف نه اسلام تا اعتراف داره و نه یهودیت تا و نه مسیحیت تا و نه زردشتیت تا. رحمانوف دین مخصوصی خود چه داره؟ دین مریم گورسوخته. رحمانوف دین مخصوصی خود چه داره؟ ترام باید به دین مریم برای ایمان بیاری اگه. رحمانوف هیچ ارتباطی به این دین نداره. روی ملاها نیست. بنابراین در حق دولت ملت کار آبروی ملا در کجایی که رحمانوف برای ملا را در پیشش ببینه به یک نظر حقارت تحقیر نگاش میکنه. یک نفر در تلویزیون توریکسون کار میکرد، میگه که شیشتن بعدی برآمد رحمانوف بعد گشت گفت که فلانی زنای ملا را باید جرسشون برآوردن در کاره. یک نمود گپا در مورد مسلمانان و دیندارا رحمانوف گپ میزنه. از الله بترس. رحمانوف هرگز حامی دین موت نبوده است و نیست و امکان ندارد که رحمانوف حامی دین موت باشه. تا از الله بترس.
تو جواب میگوی برای همه این کلمات دروغه که یعنی که خواسته سای به شکلی که تبریعه یا اینکه رحمان و حمایت کنی برای کدام کاری خوبش؟ گران ناظرای منطقه، کوراتورای امنیت، ناظرای راه در حق همه همین دعا کن در کورای کوشش کو که از اندازه زیادی بد نگذر در کارت کی در استقان زدگی در گوش زدگی در استقان رستگی بسیار بد تلاش نکرد که امو وقتی که رسول اکرم در مکه درمد بعد گفت که هر کسی که در خانه ابو سفیان میدروید امین است و هر کسی که در مکه میدروید حرم امین است. ولی چند نفر نام شگرفت گفت که اگر همینا در دیوال کعبه بچسبن اونا را زنده شون نمونه. این گپی من نیست که پیامبره. اگر که بار دیگر میگم به احساسات مردم بازی نکن، والله قسم هر کسی حمایت از رحمانوف میکنه همین مردم بعد از همین برنامه را ایتیم و ای رمضان رحمزاده و ای رستم ای همون تخمینه و از همون کلیوپاترا و از همون چمپیون کترا دیگه یعنی که یگان ایسوسنگ نمیدونن. خوری دیگه تو خلاصی نداری ای چنگی مردم. رحمانوف میره و امروز پگه تو فکر نکه که رحمانوف ارمیه داره. اخذی الله عزیزی مقتدیره. من این گپای گفته هستم تاریخ و سیرت است. رسول اکرم همون نفرایی که بد گفتن، همون نفرایی که مقابله بد کردن با اسلام و مسلمان ها، گفت هر کسی که در خانه ابو سفیان مدروی امین است، هر کسی که در حرم مدروی امین است. ولی اگر همین نفرا در دیوال کعبه اگر قپیده شو زنده شو نمونه. عبدالواحد خوب دقت بکن تو در خشم این ملت نزنی که قسم به خدای رحمانوف کو میگریزه ترا در یگان جوش نمیبره. رحمانوف ریش ملا را میبینه گویا اینکه بدترین انسان دیده است. اگر ترا بعد همین برآمدت بگیرن مفتیت مونن تو دیگه در نظر این مردم رنگی بلعمی بعورایی. عبدالواحد از الله بترس. با اوچسکویو را امر کرده است قطعی امنیتی که بقاپ مردم دولت انشاءالله تعالی آباد شده است. در 57 دولتی روی دنیا تاجیکستان جای دیوم سوم گرفته اینجی که الله اکبر الله اکبر خلقش به ملال شبم کار میروه شبم خواب میروه در خدیره هم سفر میکنه تجارت میکنه یگان بالاشو فشار آری نیست. که دیگه یار دیگه لازم نیست. در افریقا هم شب میبروی میره شب میبروی میای یگان دولت در افغانستان هم شب ببرو برا بیا یگان پرابلم نداری. این چی گفتنی ای باور کنی نمیدونم وقتی الله انسان گمراه میکنه یا این که نمیدونم اگر مظلوم باشی بگو که من مظلوم بودم یعنی که میفهمند نه که اگر والله قسم از صدق دل برآمد داشته باشی و همین تا گپ زده است باشی پس بفهم که وضعیتت بزی باید پیش این ملت. هر کسی که انا میت برآمد گپ زد حتما با مردم با ملت معرفیش میکنیم. حتما با ملت معرفیش میکنیم. محمد اقبال زنده مرده بدونی که تو دیگه زندگانی آسوده بعد از حکومت رحمانوف نداری. امریکا هم خطه اینجای ببرا رکتا گورتا میکنن یا رسیان دا ببرو به ملال یا ببینن یا کم ترپل دبرتای میدونی که چیکارت میکنن. اما تاجیکستان الحمدلله نیست. برای چی؟ برای سیاست پیش گرفته این اساسگذار صلح و وحدت ملی انشاءالله همه را فرا گرفت. خدا خواه همه را فرا گرفته است. بدبختی این ملت از سیاست این پلید و کثیفی ما در به خطا رفته رحمانوف فرا گرفته و انشاءالله که نزدیک از سقوط این رژیم منحوس. همین در آمدن نماندن دوشنبه بچکای ما چند نفرش نوشت حضرت تریشی گفتن سوزه 100%. ولی این نزدیک از سقوط رژیم هیچ. عبدالواحد اگر خطا که دیگه یکان گپت نمیگم حاضی فراموش نکه که این کاری کردگی تو چهره منحوس شومتا در تاریخ این ملت ثبت کردی. حرکت این مردم، حرکت این دولت، در حرکت این ناظرای منطقه و این وزارت و این امنیت ها همش برای جامعه و برای آبادی ما و شما هستن. برای کدام امنیت، برای کدام آبادی؟ رفتن مردم زدن به ابله و گرفتن بردن پلاشون کندن، زن مردم تجاوز کردن، مردم بازوری آوردن پلاشون کندن گرفتن. آیا همین برای امنیت، برای بهبودی و برای بخطری همین ملت و مردم؟ ای الله بترس خوری، از الله بترس. والله قسم جواب میگوی، والله جواب میگوی.
نیتی ما و شما، آرامی ما و شما، فرزندای ما و شما هستند. دولت آرامی را میخواه و این آرامی را میخواه. برای آرامی خواستنش باید با خواهش مردم هم باشه. دولت ملی مردمی باشه که بعد مردم او را میخواهند، نه دیکتاتوری رحمانفر. فراموش نکن قاری، از الله بترس، از الله بترس. هر وقتی که اهدینا الصراط المستقیم میگوی، یک بار گپای من را یادت بگی، یا برده همه وقتی اهدینا الصراط المستقیم، خدا کنه که الله در دلت همین گپی گفتگی من را یادت بیاره. اهدینا الصراط المستقیم. همون گروه هایی که مخالف اقبال صدرالدین حسین عاشور و دیگراش، محیدین کبیری اولاداش در تاجیکستان هستن همشون در کار و تجارت و در چی مشغولن. دولت آرامشو گذاشته رفته است، کدمش که دخالت نداره. بنابراین شیار شدن در کار. برادر عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله هدایتت کنه خاری، الله هدایتت کنه. دیگه آنچه که برای ما معلوم بود فهمیدن، ملت فهمید، مردم فهمید، چهره را بشناسه بگیره. دیگر ما همین بود. خوب خلاص قاری را ببرده. خوب باور کنه برادرای گرامی، وضعیت به همین شکل است، وضعیت به همین وضع حالت است. دیگر این ملت مردم باید خوب بدانن، خوب بفهمن، دوستشون از دشمنشون بفهمن و تشخیص کنن. خوب بیننده عزیز گرامی، این یعنی که معرفی قاری عبدالواحد بود و بعد از صحبت های ما الحمدلله برادرها یعنی که آن کارهایی که لازم است باید انجام بدهند. الحمدلله که برادرها در یک روحیه و در یک وضعیت خیلی خوب قرار دارند و هیچ مشکلی الحمدلله در بچهای اصلاحات خواهان نیست و ان شاء الله که ما کاری که این ملت باید انجام بدهد وقتی عمل دیگه صبر تمام، کپوپ صبر تمام، فینیش صبر تمام، دیگه اند تمام شد. دیگه صبر این ملت دیگه ریخت. انا اکنون وقتی یعنی که آماده باشی و وقتی پذیرفتن این دولت از دست رژیم رحمان شاهینات فایده ندارن. دقیقه کوچه بر اومده او بچکو را قبضه کن ملسو، او بنامی بانگی بدن کو دیو دوره بچکو شاهین، او بچکو یک میقپیدت شنبه دیو دوره. من گفته استم تو اینکه بفهمم بچکو شاهین ساسمیشون گرفته دیو تاست چی گپای چی وضعیت های فهمیده سه. خوب فهمیده سمتون، فهمیده سه تو کجا را یعنی که کار کرده ایسیم. با چند گپی دیگه هم هست که بگمتون خیلی بعد آیسته میفهمی. بچه های دوشنبه را همشان ارکمان کردگیان تا اینکه دیگر آزاد نگردن، تا اینکه دیگر در فکرشون نباشن. ولی والله قسم دیگر این ملت امکان نداره که یعنی این وضعیت و این حالتی که بر سرش آورده است رحمانوف و این رژیم، دیگر رستم با شاروخ تبلیغ تقسیم دارن مردم تا اینکه مردم به یک وضعیتی بیزه بیاین جوانا و تا اینکه چیکار کنن، تا اینکه یعنی که حالت در اداره خودشون داشته باشن. ولی فراموش نکنید که این وضعیت ادامه کننده نیست و ادامه نباید بکنه دیگه. خب در قضیه چی نام دارد، بچه‌ای که تلفن را گرفتن الحمدلله خیلی عدد کلان زیادی تلفن رسیدگی است و کارشون را انجام داده هستند. 30 عدد تلفن دیگر باقی ماندگی است. باید بچه‌ها تلفن‌های باقی مانده را یعنی که روان کردن در کار است. این یک وضعیت. 30 تلفن دیگر باقی ماندگی کاری که باید انجام تیم و فعلا حالا در روسیه 160,000 روبل دیگر برای یک کار دیگر است. اینم باقی ماندگی. اینم دو کار بازی باقی ماندگی. امیدواریم که ان شاء الله برادرایی که امکانی انجام کار انجام دادید وقتی عمل رسیده است پس کارتون انجام بدید. دیگر انتظار نباید باشه. این ملت رحمانوف ترد کردگی، والله قسم رحمانوف ترد کردگی. شما فکر نکنید که رحمانوف آرام خواه. اگر پوتین ای طرفش بیاره، سینزیپین ای طرفش بیاره، هر کسی را که جایش بیاره یعنی که یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. اگر در قصرهای یعنی که مشیده و پر محافظم باشی میرسد رحمانوف به تو اون چیزی را که این ملت برای تو آماده کرده است، البته با خواهش و اراده خالق من الله. پس وقتی عمل و وقتی کار رسید فراموش نکنید کارامون باید انجام بدیم، کارهای باید انجام بدیم، کارامون ادامه دارد و ان شاء الله که دیگر برادرها انمی خیل یعنی که بعد از برنامه ما حدود 2000 نفر یعنی که
کاراشو نگرفتن، گپاشو نگرفتن، چیزی که باید انجام بدن برادرای تازه نفس و برادرایی که کار میکردن پیش بودن اونها در 2000 نفر نیستن و برادران دیگر همون خیلی ادامه بدید. تلفن اداره را بیار بار دیگه، تلفن بوار کنید دیگه، ای کار برمدگی. الحمدلله این هم یعنی که انا همون چی است، انا همون عزتی که الله سبحانه و تعالی برای برادران مبارز میتید. چرا؟ چون که یعنی که انا همین ملت و مردم در یعنی که شکوه و شهامت انا همون جوانان جان بر کفش هستند، جوانان جان بر کفش هستند و برادرای وحدت بسیارتر از شما لازم است. برادران زیادتر لازم داریم. برادران وحدتی خواهش میکنیم برادران نورآباد، برادران وحدت یعنی که خوب غرم هست آماده هن. نورآباد یعنی که نیاز بیشتر، وحدت همون شکل کارتون انجام تیه. خمسنگیر 5 آماده هن، همه چیزی که لازم است انجام داده ایستن. برادران وحدت آمادگیتون فراموش نکنید، فراموش نکنید. بار دیگر همون گپ الوعده میگم، فکر خیانت نکنید که خیانت به دینت میکنی، خیانت به ملتت میکنی. رحمانوف میرود و تو یعنی که بنده هستی و در نزد الله جواب میگوی. نه پول، نه مال، نه دنیا، نه شهرت، نه زبان، هیچ چیز را در پیش الله از جوابگری آزاد نمیکنه. فراموش نکن، آمادگی تا ببین. نه خطیب، نه شاهین، نه وزارت داخله، نه امنیت، هیچ چیز رحمان پسند نمیکنه. یگان چیز پسندش نمیکنه، هیچ چیز، نه سینزیپین نه پوتین. و همون خاطر ما از این ملتیم، ما یگان کاری غلط نمیکنیم. اون چیزی که حق مسلم این ملت است ما باید انجامش بدیم. تمام دیگه وقتی صبر گذشت، صبر تمام به نهایت رسید، وقتی عمل رسید، وقتی عمل و وقتی طلب کردن بازخواست رحمانوف از جنایت‌های انجام دادگیش و عائله کثیفش رسید. پس برادران مقامات امنیتی فراموش نکنید. بار دیگر من تکرار میکنم، هر برادری که در این کارهایی که ان شاء الله در نظر است این ملت باید کار در مقابل رحمانوف بکنه، دولت آینده هر یک نفر شما را نه به مانندی که رحمانوف با فرانتی خلقی کرد. ما ایمان داریم، ما ایمان داریم و هیچ وقت دولت آینده محمد اقبال هست نیست، کشته می شود، از بین می رود. دولت آینده ان شاء الله که زندگی هر یک نفری که برای این ملت و برای سقوط این رژیم کار کرده است تا فرزند آخرانش به اینابت میگیره و به مانندی که وتران هستند فرزندای شما در حفظ و حمایت دولت آینده قرار میگیرن. چون که ظلمی که رحمانوف کرد و این ظلم از بین بردن، این نجاتی فرزنده و نجات عائله و نجات آینده ملت است. هم اجر داری، هم پاداش داری و هم دولت در صدد و در فکری آینده زن و فرزند تو خواهد بود. این هیچ وقت فراموش نکن. ما رحمانوف نیستیم، ما برای پول جمع کردن دولت گرفتنی نیستیم، ما برای حاکمیتی که عدل و عادلانه خدمت این ملت و مردم بکنه که تاجیک و تاجیکستانی در داخل و خارج زندگانی آسوده داشته باشد. پس از هیچ چیز نباید دیگه بترسیم. ترس کنار گذارید، ترس تمام. ما و تو دیگر نباید که از چیزی بترسیم. ترس خواهش میکنم ترس کنار بگذاریم دیگه. وقتی ترس نیست، وقتی ترس یک طرف باید بگذارید. هیچ وقت دیگه نترس، ترسی ما و تو باید به پایان برسد. برادران گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید، یعنی که حدود 2800 نفر تماشا دارید، یعنی 327 لایکاتون رو بگذارید تا سبب بیدار شدن برادران دیگر. یک لایک که ممکن گذاشتگی قاری عبدالواحد دیده استش، انا اون لایکاتون رو بگذارید تا همطریق قاری عبدالواحد دیگر نترسه. همین یک جانای فدای همین راه و همین وطن و همین ملت، اشکی مادرانی که برای فرزنداشون ریخته ایستن. تا اگر مرد باشی، تا اگر از این ملت باشی دیگه باید نترسی. دیگه اینقدر ترسیدی، کشتنمون، زندانیمون کردن، تحقیرمون کردن و بدترین وضعیت آوردن رساندن. من باید چی میترسی؟ مردک شه، مردک بدن در کار، مردانه زندگی کردن در کار. نه اینکه به مانندی یعنی که حیوان باشیم، به مانندی افرادی که نمیدونن که چی گونه زندگانی میکنن. هیچ وقت نترسید، ترس را کنار گذارید. 735 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن، 340 نفر و امروز 80 نفر در شبکه اصلاح پادپیساسیا کردن. ماشاءالله بهترین
در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. لایک شما تنها برای دیدن افراد ناآگاه دیگر است. تمام. اینا یعنی که این چیزایی هستن که آگاهی ملت ما و شما با عملکردهامون بالا میبریم. دیگر ترس کنار بگذار. تا کی میترسی؟ امکان ندارد که دیگر ترسی ما و شما را یعنی به یگان چیز برساند. دیگر نمیترسیم. هر چی که ترسیدیم ترسی ما و تو باید دیگر به پایان برسد. ما و تو خوب میدونیم ملت و مردم عزیزم که بعضی ها فکر میکنن که رزق اولا که رزق از جانب الله هست. اولا اینکه رزق ما و شما در آسمان است. رزقکم فی السماء و ما توعدون. این هممون میدونیم. شرط نیست که رزق تنها پول باشه. رزق میتونه اخلاق نیکو باشه یا زیبایی و نفاست و لطافت انسان باشد یا عقل سالم و رسا میتواند باشد. رزق میتواند زیبایی تو یک رزقی است که از جانب الله هست. رزق میتواند همسر صالح تو باشد یا خویشاوندان یا فرزندان نکوی تو باشد. رزق میتواند علمی سودمندی تو باشد. تو پول نداری ولی علم داری، انا همون علمی تو رزق تو است. تو یعنی که پول نداری ولی هنر داری، انا همون هنری تو رزق تو است. یا عمر دراز و پربرکت میتواند رزق باشد. رزق میتواند دل صاف و پاک تو باشد که همون یعنی که دل پاک تو با مردم محبت و سخاوت میبخشد. رزق میتواند آرامی خاطرت باشد که رحمان یعنی که خداوند همه چیزش داده است ولی آرامی خاطرش نداده است. یعنی صاحب رزق کسی است که خاطرش آرامه. خاطر تو آرام وقتی که باشه انا همون رزق تو است. رزق میتواند دستان خیرخواه من تو باشد که نیکی را به هر طرف میرساند. رزق میتواند لباسی تقوای ما و تو باشد که انسان با عزت و جلال میپوشاند. رزق میتواند آب و رو و ناموسی سالم باشد و شبهای امن و آرام و زندگی حلالی من و تو باشد. شرط نیست که رزق تنها پول و مال و ثروت و خانه و ماشین باشد. قناعت پیشه کن و خدا را شکر کن آن چیزی که الله برای تو و برای ما و تو عنایت کرده است. پس هیچ وقت نگو که چرا خداوند برای من رزق داده است. یک بار اطراف تا نگاه که میتونی فهمیده که چی است و چی داری و خداوند برای تو چی جسم سالم، چی چشم بینا، چی یعنی که تمامی آن چیزی که میتوانی یک انسان سالم میتواند داشته باشد خداوند برات داده است. پس هرگز فکر نکن که تو رزق خوبی نداری. هرگز چنین مپندار. یوسف جان. بله. برادران که صحبت میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که خوب است حضرت. سلامت باشه برادر. انشالله که خوب است. خیلی شد که گپ نزدیم و سلام خدمت به همه مردم میرسونم. و چی گفتنیم؟ اول برای همه قاری گفتنیم که قاری ای خدا بترس، مقصد طرفداری رحمان و فنکن که الله ترم خور میکنه قطعی همون رحمان و هر دوتا یک جا. ما بعد برای هم قاری گفت که در حق همون ناظرای منطقه و امنیت دعا کنیم و دعا کردنیم که خداوند خدا خور کن. همون اول رحمان و فخور کن، بعد رئیس امنیت چه خور کن، بعد رئیس همون ناظرای منطقوی که مردم های قضا میته الله لعنت چکنه. خدا زده چه ما در حق ویا دعا کنیم که این قزل که در سر مردم میاره، چی امنیتش باشه چی ناظر منطقویش باشه، با این قاری ای خدا نمیترسه میگه در حق همو دعا کنه الله لعنت چکنه. قاری بشنوه میگه مرا الله یک بار دیگه میگم لعنت چکنه. رحمانوفشم اوشم امنیتیشم ناظر منطقویشم. و برای هم موضوع همین روزماندگی حضرت الله لعنت کنه رحمانوفا باور کن در همین ویدیو میبینید این نوش نعمت هم میبینید در تگ پاوی چی هم میبینید مردم خور و زلیلن و در غمی گفتی گپا همون شکور ای خیلی چست پسد کردن های. یک بار دیگه میگم که الله لعنتت کنه رحمان و با این قخاری و با این قذاری که مردمی تاجیک آورده ایت او چی افته اندام با همون کدو و با همون سبزی و با همون چی
پیرامید کرده در پیش همون خوجاهای خارجی داخلی تو الله لعنتت کنه. خدا نمیترسی که مردمت این خور و زورای در تمام دنیا ملت تاجیک خور و زورای او کیف صفا کرده است گشت است همونجا. بله درست. و ما چی گفتنیم قاری ای خدا بترس اگر مجبورت کرده باشه ما یگان چیز نمیگیم نه که اگر خودت برآمده باشی گفتی گپا برای همون مقصد یگان گفتی گپا رحمانوف طرفداری رحمانوف هم میکنی که رحمانوف یگان جاد بته یگان مقامت بته الله خورد میکنه قطعی همون رحمانوف نخواه که تی قاری بخیزی ایا آقی پدری گفتی گپا بلدزینا پشتیبانی کنی با میگه من همون بر چی نام داره نامش فراموش کردم ملا خطیبا دا چی میکنم که مردم نخیزه الله لعنت کنه برای همه خیلی تو همه کار کرده همه چی کرده که ما خور و زور شدیم او ماچی تا محکم کرد تو قاری باشی ای خدا نمیترسی که ماچی تا محکم کرد حجاب گیری همه چی خور و زور کرد دین اسلام خور و زور کرد با تو میخیزه همه آقی پدر پشتیبانی میکنی ای خدا بترس قاری که خور و ذلیل میشه نخواه که نامت قاری باشه تو خودت قاری باشی و همه قخاری زاری مردم مسلمان بینی با بخیزه همه آقی پدر طرفداری کنی والله قسم ای خدا بترس که خور میشه. بله سلامت باشی برادر. الله حفظت کنه. الله نگهبان تو باشه حضرت در پناه خدا و یک بار دیگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله و برکاته. خوب چارکوه بله چارکوه برامد وطن 665 کامera تب کش. بله سلام علیکم. سلام علیکم. بله السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بله برادر صدات هست گبزه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و رحمت الله و برکاته. خوب هستید اینجاستی استاد؟ سلامت باشید. بله صدات هست گبزه. صدای ما هست که محمد اقبال؟ بله صدات هست. صدات خوب است گبزه. صدات هست گبزه. الو صدات هست نمیشنوی ممکن مورا صدات هست گبزه. خدا لعنت کنه هر کس که در رحمانوف صدقاً خدمت میکنه هر مقاماتی که در رحمانوف صدقاً خدمت میکنه الله لعنتش کنه همین خور و ذلیلش کنه پروردگار همین وازبینی مردم در سرش هم خیلی جاری شود. آمین. استاد چی گفتنیم هفته گذشته خمون گپ زدیم همون گپ زدگیمون استاد تمام این تاجیکستان با فکر ما که جموند الحمدلله گپ زدیم که مثال مردم بخزن اوجه چی شوه یا داری گپ زدیم این قاری اوجه تمام دیگه همی ایکنج همی قاری هایی که شاخ بسر هم برومده سنوخه این قیا بسوادن طرفداری ظالم هم میکنم ما یک آدم اینمی قشر بسواد جامعه ما یک قشر بسواد جامعه واقعا ده مکتب تونه خوندگی در اجساد میگم تا 5 ندارم مخی همین 3 تا 2 تا 4 کی دارم یک شای ورزش یک شای سند مینت بله نیستم هر عقل میگیره که همین ظلم کرده سای شما خوندگی آدم بسواد با دین با علم با معرفت نخوش ما همه بخزین همه یک پیتوخ حمایت کنین این همه ایوخی این همه یک به ترتیبی ایده اوخی نمی چون بگویم همه را چی بگیم دوملو الله هدایتشون کنه دیگه چیشون بگیم اوخی دیگه دستی ما همه گفتن فهموندن صدای ما باشه که محمد اقبال بله صدات هست گبزه کی گپوت را اینترنت بزه بیبادد گپ تبزه تمام دیگه. خوب برادر برای چارکو بفرما چارکو میکروفون تا گیرم که گبزه
فکرم که در آسیا پرابلم های وقتی که من سر مجموع بوندم دیده از نشد فهمم تا کردم آوازت خوش رو آمده است. یعنی که یگان گفتی گپا مشکل وجود نداره. تنها و تنها صحبت کنی گفتیم صحبت کنی هیچ مشکلی وجود ندارد. در واتساپ بله واتساپ فرما. واتساپ فرما. بله و علیکم السلام و رحمت الله. بله. ماشاءالله والله مشهور آخر خاموش دورم گفته من یک سه سوچی مشهور نگاه میکنم روسیه باید 5 خدمات 5 خوب بهترین. بله. من متوسط قدشون صحبت کنم نیتور سو افیده اما چه نایدی گفتی مسدس علاقه زبانی روسی در زمان چسبگی هازی در وقت برنامه برای برنامه صحبت که بعد افیر با صحبت میکنه مشکل نیست. انا برنامه چی گم تو شما میکنی الان جزو خیلی که عمل انا ما روسی که عبد دولت بودم الان دولت که تو دولت اینو هست مولای که دولت اینو میکنه انا شتا اینا چه منافعه این بور کلا ما گفتم تو ما اول خاصی والله میگم اینا مشهورا وقتی من تماشا میکردم اینا اول دکتر سال میرفتم وقتشون صحبت کردن انا گفتن اینجی پرینسیپال نزاتوت شو короче سبحان الله هم اگه مرا بریدن کم پولش دادن نگاه این اوکراین چه قدیم جنگ نشده بودیگو کردیم روسو کردیم سبحان الله بله ما اونجا بودیم انا تقدر کشی مدرسه رفتیم انا ما رو بعد شیدیم پولشا چیچیا بلگیا دیگه за незаконное пересечение границ савара Стамбул когда ну одна мара маму стеснать аму чило до аму давлат шмабадам Европа аму душанбе ро одна сикас як 15 нафар шатаран гири кана аэропортна богдан короче там всячески прыгни короче такой матч мана не тонум она слабо отбирать мардар матч бугум она муамила километрам она марсел малишна неоднократно предлагала о том что давай мы утро уйдет они шли короче базарный к ним могу там как хорошо я свободен да мы берем один вот тут же короче учился стартовым берем один друг да давлад она установите короче не только она вообще в целом короче азиби халкани бенистан да второй еще короче красота когда нам мардура کمان کردن کمچین کارو نمیدونم از سبحان الله بامی در بدر ای دولت بری دولت ای دولت بری دولت انا این مثل اول منانی الحمدلله ما وقتی ما الله جونی ما را بگیره پیش ما را بس میکنه انا ما سمارم بس کردگی یا متخد من هم مجید ما بریده یا ما میگیم ولی تو ما سیگر ندارم که ایشون ما را سایدین میشه ما الحمدلله ایشون بگیره سر شو اون بنداری که کارش داره ما میگم انا مسلم يعني دولات يخدموا ناس ما يعملوا دولات ما معنا عاملين قبل دولات يعملوا دولات ما زمان انجليزي بله 100% یگان شک نیست والله شما وزير انا سما درس والله ما просто ما مسلمان بس مرة صدقني نادم شما خدش مؤمنه دارم والله خدمش مشهور هم یوتیوب دا ببینم سبحان الله نوفریت هم کارش ما یعنی خیلی مؤمنه نداشتم روکانم داشتم الحمدلله یه اسکرین ندارم تنشو کارش مقدس مؤمنه دارم درست مؤمنه یوم میکنن سنالا یوم مؤمنه یوم میکنن یه که صحبت میان انا نموفتا که مفخیل میکنن ما در ناس یامون دیگه باز نگاه سبحان الله 5 روز دارد شما بدم 5 روز انا تخیلی 5 مرا خود وگیریستم نگاه صبری او بیدو رفته نگاه بسری دوران آوی خانه داو خانه پارتیان اونو شعر یا سفرانه داو جهاز کروچی بچوی موجه کروچی دارم روکی ندیتی کروچی دارم تکوی پالاچ انده پالاچ شنکریدن پالاچ دست سنده تخیلی سیسی کت کردن انا ما تیم اسکرین ما واقعا خلوش تو شما لازم سكر مش موضوع الحمد لله
خرساندم برادر. سلامت باشین ان شاء الله برادر گرامی. همه وقت تماس هم خدا خواهد تماس بگیره صحبت میکنیم. بله بارک الله برادر. سلامت باشین. الو اجازه خیر کنید. انا ما گفتم که ان شاء الله بودی ثابت دولتی ما ان شاء الله. بچهای پنج زیادن الحمدلله. ای چهارسو امروز یعنی که کمک خودشون رسوندن. الله برکتشون بده. بچهای یعنی که هستن الحمدلله که بچهای 5 هستن. یگان مشکل نیست ان شاء الله که تماس برای همه خدا میشه. ای نمونه ای چهارسو اینا بچه هستن الحمدلله. ای پنج اما تو شما رو 12 13 سال بودیم 5 رفتیم 5 کارش ما دیگه دیگه وقت سیتواسیون بود انا 5 باشه کپی رو نه بس یعنی یک نشون ما برای بس ما بس سلام تدبیر که ما گفتیم شد وارد کنید سپانی سبحان الله تام مردم پریواتیل زبط نو سبحان الله دست کوی ما همین ترما دیگه جوده شده مومیان نمیکنم تو شخص مونده میکنم تو باور میکنی؟ بله صاف داروش زن تمیوران اکا جون نیگو که زن تمیوران پس میگه نمی من زن اطراف فعال میگم ما وقت زن ما را فعال نکنم همین زن که همین ما کلگه زن در تکن شکل همین سیمونی کلوچی کلیه سیمونی هم بود انا بطور کلوچی پرشتو زرد وردی سبلا سیمیا کلوچی اون که ما گفتانیم که اکا جون پشت شما میکنید خرشو شما را تنقیب میکنه تقبل نو الله شما را جزای خیر کنید هر جیحت شما را برای چی؟ за то, что за справедливость, за то, что, в общем, справедливый, накажем. Справедливость. Мы, во-первых, Шимура Маю знакомы, не сам, до этого мы хотим уголовать, не сам, но подходящему, умеющему, мардам да ясно, айда спанала уже дураку понятно, во всем русо. Эмоции, она переполняется во всем русо. میفهمم برادرها درسته همین از وضعیت باید. بله سلامت باشه. بعد از افیر صحبت میکنیم ان شاء الله. سلامت باشه. امروز نه سلامت باشه برادر. خب بله اینا واقعا ظالمن و ظالم باید که به جوابگاری کشیده شود. بله برادر محمد تقایف هستی در افیر. سلام علیکم بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله برادر. چه شما اکا کارو برای خوبی همچنان نظمه این موضوع درباره سفر پوتین بود بفکرم. بله سفر پوتین به تاجیکستان چی فایده آورد برای مهاجران و سفر رحمان و تاجر اگه فایده نآورد؟ چی گفتنید در همین مسئله؟ در این باره اکا من گفتنیم که یکان فایده ندارد فقط ضرر دارد. بازی من گردم گویم که این مردم بالای سینه چوکی اون مادران نمیخواهم نمک پوشم گویم که فرزنداتون خوب شد. این گپ من هرگز و هرگز نمیگم. من دلم باور کنید پاره شده ایستاده است. چند بار تو دون خدا اکا محمد تقایف مراجعه کرد که به وطن برگردیم. هم دامی 4 سال جنگ 10 بار من گفتم ای مردم امروز رسانه‌های اوکراین نشر میکنه که 446 نفر شهروند تاجیکستان سگمور شده است. رادیو آزادی با کشته شده است. تو اونا والله قسم سگمور شدن اکا. فهمیدید؟ اگر اونا من گوش میکردن باور نکردن آخه سبحان الله. من نوارای من زنه تمام جا پیدا میکنه مردم با وطن برگردیم مجبور میکنن جنگ میبرن شما میکشن. سبحان الله گوش نکردم من اکا. من امروز نشر که 446 نفر شهروندای تاجیکستان کشته شدن. این پوتین کتی این لعنت کرده الله با گپ زده که بودگی مهاجر پول سگمور میشود. نعوذ بالله اگر روسیه ترک نکنن فورا بلیت حتی 200,000 هم شود که 1 ساعت نیسته اونجا با. اگر من دلم نمیسوخت برای شما یک دنگم نمیزدم رنگ دیگر رو سرم خم کردم میگشتم که خیلی چون کار گردن. اگر با الله قسم همین گپ من نمیگرتن همون 446 نه خیلی 200 نفر میمورد نیمش خودش تاجیکستان ما میگریفت. این لعنت کرده الله شوهری بینیکو اشرف دست به دست گرفته گشتن دونی باقا با پیشروی 35 ساله نشان دادن فقط
انور با هم به شفقت میرزیوف دادگی. الله عمرشون دراز کنه. شفقت میرزیوف انور کارتوشکای خب بیچاری کافلانبوی چهار طرف دویدن و کافلانبوی حتما اف میشه اکو بعد آزادی. و چیزی دیگر گفتنی هم که رحمانوف سخت در حراس است. علاقه کانالی من به پادپیسات کرده شب و روز نظارت دارد در یوتیوب. همون پاپولارنی کانال هایی که تماشا میکنن یکم اصلاح، دوم رادیو آزادی، سوم رحمانوف در یوتیوب پادپیسات کردن. با گفتن هم که اکو رحمانوف در ترس و حراس است، سخت ترسیدگی است. حاضر یک چیز نمیرسد که پامپرسی 18 سنگ زدن دیگه تاجیکستان نمیدارد. اکنون ایزار کفته گشتین همون سگای گرد و اطرافش که ایزار پیشن همه اجازه نکنیم پیش بگودا. انشالله رحمان این مردم حتما یا حتما پیروز میشوند. دیگر این خیلی زندگی کردن باور کنید که این رنگ سگ زندگی کردن شماریده میشود. بعد اون کاری با من گفتنی هم که میبراید میگوید که سبحان الله الله هدایتش کنه و مردک همون چهرهش میگوید که منو مجبور کرده اینا. اگر همین کو بعد همین نوار قطع کردنش کو همون عزیزم ما کو داشنام نکرده باشه توف درود گوید معلوم ده هم معلوم خودش هم مردک که مجبوره. بعد گفتنی است که کاری آنقدر گویا که فالبینو داشتن گویا اونا مولا باشن سوره میپرسن هیچی نمیدونن و تو خودت سوال خودت و جواب گرفتی برادر. اونا پیروای رحمان بستن. یگان آدم خداترس جادوگر نمیشود. یگان مولایی که از الله میترسد جادوگر نمیشود. تمام میان همون والله بالله تعالی آدمایی که کپیدن و جادوگر و موسفید راست زنک تجاوزگر و این ساختکاری رحمان فیکو فهمیدید. آبروی اسلام آبروی ملت ما رو خواست که پس کند ولی ما اینها بازداشت کردیم ولی اینها در دست افتیدن. اینها در حقیقت جواب میتن بعد این حرامزاده سرنگون شدنش. حاضر در چیکاگو همون چیکاگوش امریکا با فکرم مردم خستگیان اونقدر یراق و اسلحه و تانک و هیچ چی اردم نکرده است. رحمان رو فراموش نکن. انشالله رحمان قاتلایی که یراق بازد هستن از تو پیش میگریزن. این رو فراموش نکن. در نزد قصر تو ما آدم تیار کردیم که هم تو انشالله رحمان وقت ساعت که رسید نصرت الله که آمد آنها میخیزن گردی همون قصر توی اکروژت میکنن انشالله. و همین خاطر مردم شریف تاجیک به وطن برگردین. الله لعنت کند اون شخصی که مادرای تاجیکا برادرای تاجیکا روسیه وزنین شده و اکنون پیازچینی و قبرستان بیاین گفته. سبحان الله این بدبخت ما یابره کنیم میلیون ها دلار اینا ما میگیریم برای شما صرف میکنیم. اگر هدف من هدف محمد اقبال هدف دیگر برادرایی که خودکامگی باشد و اگر فرد ما الرحمن رو بدتر کنیم الله ما رو موفق نکند. الله ما رو لعنت کند. ما تنها برای مردم هم میخوایم که سبحان الله کوشش کنیم. دیگر هیچی در کار نیست ما با همین با همین خاطر با وطن برگردیم. این رو انشالله سرنگون کنیم. مبلغ این به زواد و فابریک راست میکنیم. دیگر ما در بدر و خاک بسر نمیشویم. گرجستان یک دولت مایده اکو 500 400 600 دلار مردمش معاش میگیرن 3 برابر اما خوردن. این رحمانوفی پلی چرا این مردم نه کار داد و نه زواد و فابریک ساخت و نه چی کرد. بعد من ولی در یک نواره که بر دیدین کردنی بودم که خطاب سخت‌ترین به امام علی شیطان بعد پوتین با تاجیکستان رفتن ولی من نوار نکردم. ما اینجا با کمترش گفتنی بودم. همون امنیت رحمانوف اگر من امنیتی می بودم کو همون پوتین ده همون لیسنسی سمالیات دوم میموندم برای اون که مردم ایمان برادرای ایمان بی گناه چند سال بازو پس پنجره بردن گویا که اونا تروریست باشن. تا امروز سودی اونا انیق نیست. شما کجا مردمتون حمایت میکنین؟ شما کوری علیوف شوین کوری امنیتی آذربایجان شوین. علیوف هم یک دیکتاتور من وای پشتیبانی نمیکنم ولی پوتین شوهر بینیکای رحمانوف بازانو زده در پیش پای الهام علیوف بخشش پرسید آفرینش من میخوانم. الله کو عمرش دراز کند جسوری غیوریش زیاد کند. شما روین با عدم غمنیتتون در تک پای الهام علیوف
امنیتی علیف گذارین آدم شوین. شما اگر ننگ و ناموس می داشتین 2 آذربایجان کشتن قریب همش دون مونده بودن روسای همون آذربایجان. شما میرین یک قاتل امروز پیشواز میگیرین، امروز پیش وای به چقدر انار و انجیر و کبر و بالای شما همه فروخته شدگی هستین. شما زنی بینیکای همین پوتین هستین. اگر ننگ و ناموس می داشتن، اگر همون برادرایی که بردن لتو کوب کردن گویا که ساعتی 23 شب کپیده باشن 23 شب هم تاریک میشه. از شکلی که من شتگم گوش مرده که بردن ساعتی 3 روز با اگر شما مرد میبودیتون نو تروان میکردین. تمام رسانه های روسیه اعلام کرد که ساعتی 11 شب داشتن اون بیچاره نماش چی بودم برادر فراموش کردم گوشش بریدن که این گویا که میگریخ اوکراین میرفت ساعتی 11 شب همه جا تاریکه. شما روزانه با وای ساعتی 3 روز با گوشش بریدن. اگر دل شما برای مردمتون میسوخت شما پوتین همونجا کوز میموندتون بازداشت کرده اون سازمان مللی دروغین به میخوندین. با امروز برآمد از گوتوس که ما چی کردیم گویا خفه شدیم رحمانوف با تو باید نمیگویی تو خفه میشدی رحمانوف با باید میگفتی که رحمانوف و پوتین اگر طرفای ما تاب کنن ما اینای پسی پنجره بریم. بعد ما این سازمان با باور میکردیم. این سازمان هم یک سازمان دروغین است، یک سازمان احمقانه است. سبحان الله. باید رحمانوف باید پوتین رحمانوف بازداشت میکرد. رحمانوف اونها هم تجاوز کرد، قانونی که به اونها دست داده که امضا مونده که باید هم تجاوز کرد. فهمیدید؟ شوهرش گرفت تو دست به دست یگان زنک این خیلی پارک باور کنید کلیت نمیکند. ننگ و ناموس نداره پاش بالا بگور رسیده است. سبحان الله. من نمیدونم این کپول مالو اینقدر داوود است که کجا برد. مردمی بیچاره کوارتیرن نمی تاجیکستان با کوارتیر بشته زندگی دارن. این باشد غارت من نمیدونم که این سر مجده باشد. خدا لعنتتون کند. عظمتون خواهش میکنم مردمی تاجیک اگر میخواهیدن که زندگیتون خوش شود به وطن برگردین. والله قسم در بدر خاکبسری به شما هرگز و هرگز زندگیتون خوب نمیشه، پیش نمیرویتون. در اوکراین 11,000 تاجیک مردگی هست. میدونم این همه آده کم همش نش میکنه دکو. چی گفتنی بودم سبحان الله. ها همون در غریبی که اگر 100,000 دلار هم کار کنیم معاش با والله بالله تالله ناموس و شرف عفت دخترت از دست خدا نشانه داد. زنت یگان نامرد برای تجاوز کند الله نشانه داد. این پولت کمک نمیکند. با کیرگی دخترت که امیدوار است که فردا برآمده شوهر میکند سگای رحمانوف و نبیرای رحمانوف تجاوز دارن هرگز این پولی تو کمک نمیکند. باید ما رویم این توده افباشه دوم مونیم دیگه گپی خوب اینا به نمیزه بدکا. اینا باید کوز موندن در کار ملت ما خلاص کردن کار. آزی مردمی بیچاره 5 ساعت برق دارن. این لعنت کرده الله 35 سال بنکرد با میگه 2027 برق میشه. این گپا والله قسم دروغ است. اون پولی که چقدر قرض گرفتگی فردا از گریبانش میکپم میگن پولی ما رو اولته. باید مردمی تاجیک اول گریبان اینا مردمی تاجیک گیرن. پولی سهمی ها کو 20 سمالیت سامان ایر است شما را غلامی و دربدری با نرخ گران فرستاده ایستاده است. این لعنت کرده الله. دیگر این خیلی زندگی حرام است. ما گفتم موی سر ما موی ریش ما تمام جا سفید شد. نمیدانم سبحان الله دیگر چی گویم شما با هموطنان عزیز. عظمتان خواهش میکنم تنها تاجیکستان برای ما و شما سود میکند. تاجیک تو دیگر دربدر و خاک بسر نشو. از پشت دری روس و تاتار درد سر نشو. باید ما با وطن برگردیم هموطنان عزیز. درست. دیگر این خیلی زندگی باور کنه حرام است. این ظالمای نیست کردن کار. اینا حاضر در حراس نکو بهترین مبارزه انا میخوای رفتن گرد اینا نیست میشن اکو. فقط ترسیدن در کار نیست. امروز برادرها سلام گفتن شما به زنگ زدن در خودی پایتخت تلفن کردن سلام گفتن برادر محمد اقبال حتما سلام ما رو رسان گفتن و برای اون که شما به سلام نویسگم برای شما این گپ گفتم اون واتساپ شما 10,000 آدم نویسه شما نبینید. من اونا بفهموندم گفتم همه خیر. اون برادر هر یک شما به جواب داد اگر 10,000 آدم یک سکوندی هم به جواب داد یک سکوند به امکان نیست.
نگاه کنین چند ساعت میشود. به همین خاطر خفه نشویتون. انشالله رحمان محمد اقبال برگشت و برای هر یک تک خانه برید تا سحری نمیخید تگیفو کشینید تا سحر گپ زنید. فقط باید ما اول با امر الله با یاردم الله پیروز شویم. اون برادرایی که من شما با خطاب میکنم 35 سال باز در بدر خاک بسرین مادرای تاجیک سبحان الله دعوت کردن که پیازچینی بیاین انگلیا با شما عیب نمیدونین سبحان الله شما شرم نمیدونین. انشالله رحمان ما رویم تمام مادر و خواهر تاجیک جای کار پیدا میکنن. فهمیدید؟ قاری میگه که رحمان و عملیات رحمان همه یک بابا سبحان الله تعریف فراموش کردم بازی گپ تمام میکنیم. امنیت رحمانوف امنیت رحمانوف مادر خواهر من و توی دخترای تاجیک برآورده رکلام دارد که فلان گاستینی سبا ما آنها را بردیم پراورکه کردیم با کسلی سپید و بالای بتر نباشد. مگر تاجیک همه قدر آبرو دارد که خواهرش برآورده در اینترنت نشر میکند که نگاه کنین ما اینا پریویف کامن چی میگن کردیم که اینا کسلی سپید نباشن در شیخای کار کردن. سبحان الله چشمو باز کن قاری. به همین خاطر رحمان دشمن ملت ما است. خواهر مادر تاجیک به همین روز آورد رساندگی همین شیطانی واقعی است. اینا خودشان فاحشه که هستن میخوان که نسل تاجیک رو فاحشه کنن و به عفت کنن. ولی که جوان مردا هستن انشالله الرحمن شما حرامزاده و روزی ساعتاتون کم ماندگی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بارک الله برادر. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر رحمت الله خودت صحبت کیه 3 دقیقه من میتونم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم همه کس خوب بسیار سلامتین. سلام با کلی تماشابینان. اگر عمر یگان کس باشه خیلی سعیدینی تشک خدش گپ زنیم بعد ما صحبت کنیم. میشنوی صدام هسته عمر؟ عمر صدا هسته عمر؟ بله برادر صدا. السلام علیکم و رحمت الله. خب برادر شما بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برگا صدای ماست عمر؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. بله برادر. برادر خوب هستی؟ خودت با نامت چی بود فراموش کردم. برادر جان خوبی؟ الحمدلله خوب برادر بفرما گوش دار من. خود درباره موضوع چی گفتنی سفر پوتین به تاجیکستان چی گفتنی؟ من موضوع درباره پوتین و امام علی بدک من چی گفتنیم این دو دیکتاتور هدف اینو برای ملت خیلی پوتین برای ملتش کمتر وای میکنه اوای هم برای سرزمینش وسیع کردن میخواه. هدف امام علی تماما برای ملتش نیسته. پوتین برای منفیت خودش اومده تاجیکستان. امام علی زدگی امام علی خودش شکنده هم گرده که فایدهش نمیکنه. این دیکتاتورو هیچ برای هدف امام علی هدف اینو برای ملت نیسته. هدف همی امام علی هدف پوتین برای منفیت خودشونن. یگان فایده یگان چی برای ملت نمیبیارن. این امام علی لعنتی فقط برای همون منفیت خودش کار میکنه تمام. بعد درباره که مثال که باید یک کاری کردن در کاری که مردم فهماندن در کره دیگر بیدور شدن در کره دیگر. اگر که هم خیلی خب کرده مینه سویت نمیتیان مردم در وضعیت بد قرار گرفته. این در دیگر برنامه من در اومده نتونستم درباره گز دیگر چی میگه امام علی لعنتی. آخی
свет наметия мисол тарафои регар свет нестай ама свет ам мекша 4 соат 5 соат бозӣ медурна мардума меброя мега газ надорем охи ту лаънати аввал светати изо намекша бо дар бораи газ гап мезанад. барои ҳамин мо бояд бародаро сарҷам шидан мон дар кор сарҷам шидан мон дар корай. ин эмомалӣ уже тарсидагия ина буромадак мисол уже раҳ наметия дар чаме уже даами регарам вай шидак уже мардум наметонам буромада уже талахкаф шидагия уже мардум бояд дона ки уже мисол ҳаракат кардан дар корай тамом дига эмомалӣ уже тарк кардагия. барои ҳамин бародаро як коре кардан дар кор ки сарҷам шавем бо бародар муҳаммад иқбол якҷоя шавем чи устоз мудин кабири чи дигаш ҳамамон бояд сари як миз ҳаматон шинен касоне ки дар ҳамин барнома чеҳраҳошон ошкор аст бо бародар устоз муҳаммад иқбол якҷоя шаванд коре кинем ки мисол ман тайёрум ина одам ҳастай дурунда ина мехезем уже эмомалӣ талхкафай уже маҳкам карана сар кард душанбея уже вай медона ки уже кам мондагиай. тасаввур ки бародар масалан пас аз ҳамин эълон кардани ҳамин хабарҳо ҳатто мардума дар таксӣ манъ мекунам пассажирое ки дар қафои таксӣ шидаган мепурсанд ки паспорта барои мо бутем мо бибинем ки паспорти талия то ин дараҷа яъне мардум тарсидагиянд ва дар масъалаи баромада даромадаш душвордаҳам манъ кардаги ҳастанд ҳеҷ кас надорад будроя додарҷон уже эмомалӣ талхакаф шидагиай бародарҷон уже эмомалӣ ҳукуматиш талхакафай уже мардум бояд хеза тамом шидагиай просто мардум иҷа просто ҳастай одам ина ман тайёрум ҳастай одам дадурун 100 кас боша мардум уже мехеза 100 кас хеза қафо нанишина ай 100 кас ана манам мурум 50-20 кас мона дига уже мардум мехеза эмомалӣ талхкаф шидагиай ҳукуматуш. барои ҳавай мо бояд коре кинем устоз муҳаммад иқбол фикр накунед ман ҳаму регарим фикр накунед ки ман дига гап наздестам ватсап кати ман ҳами тайёр истодагиум одам ҳастай дурунда ман мехезум она шава бара агар ҳами 100 кас хеза ман мехезум ман парида мерам медурум дурун ҳам 100 кас агар нимшмура уже мардум мехеза эмомалӣ уже талахкаф шидагиай уже раҳмаҳкамкунӣ сар шидагиай. барои ҳавай ҳаракат кардан дар кораи ман оли кати шумо ватсап кати гап мезанам корочи фақат ба пеш дан дар кор ман яду шеър дорум ҳамина агар ки хоҳен гап занам дар бораи мисол эҷод кардам як эҷод карданда як варақ навиштум ҳами оз барномаи тамошо кардан хе навиштумда 8 мисра пештар буд бо дополнительно навиштагим ҳамина шо бухонда то бачаҳо зиёдтанд бо вақти зиёди мардумара гирем бале бухонш майлиш бародар. устоз муҳаммад иқбол миллатро карди бедор эмомалӣ маккораро сироша карди ошкор ту подшоҳи одил шавӣ дар роҳу содиқ шавӣ миллати тоҷикамро охир ту соҳиб шавӣ коркунони орган мард шавед ҳаматон сарҷам шавед эмомалӣ маккораро дастонашро банд занед баред сӯи зиндон бигӯед давои ту он дар 33 сари сол мардумро карди сарсон як зара ба худ ор кунед номуси худ бедор кунед миллати мазлумамро аз ин аҳриман озод кунед сатгири модарон аст душмани дини ислом аст масҷидро банд мекунад бо аллоҳ ҷанг мекунад эй маккораи бадпӯш миллат омада ба ҷӯш ватанфурӯши маккора миллатро карди овора сиёсатмадор мекушӣ олимонро зиндон кунӣ модаронро сарсон кунӣ тифлаконро гирён кунӣ рӯзи ту кам мондааст миллат ба танг омадааст. иншоаллоҳи таоло ин эмомалӣ рӯзуш кам мондагӣ аст ман метонам ки бо овози хуб ҳами садоти яки мардум ҳами ҷо хеза метонам ки бо садои хуб ман қироат кунам бародар хай иҷада вақт нестай агар хоҳем саломат боши аллоҳ ҳифзат кунад ҳифзат кунад алоқа даем бародар бале бародар раҳматуллоҳ.
салому алейкум я бурга устод, умедворам хуб сиҳат саломатӣ. И гуфтаниям дар бораи мавзӯъ сафари Путин ба Тоҷикистон. бовар ки рафтанаш усбеста мардума бо як зулми дига, бо як бадбахтии дига бо болои миллат мешавад. И чи 100% сафари Путин беҳуда нест ба Тоҷикистон. Як сафари ҳастае ки Раҳмонова просто чашми миллата хок заданаю одами бавами чоплусо ба дигари инсонҳои га ҳастанд. бовар ки бо ҳаму мардума бо ба ҷанг мебаранд. Фақат адафшон намеяд. чӣ хеле ки Раҳмонов дистша гирифт, дист ба дист кард, чӣ хеле бародар гуфта, бовар ки арӯсои хеле намекунанд. Ами Путин бовар ки Раҳмонова тамоми паваротда гуфта гапо шармандаш кардагия. Тамоми паваротда Россия немерод, дистша меқапа, ман нафаҳмидим ин Раҳмонов то чӣ дараҷаро хеле нуми миллата бад кеса. бовар ки дамира миён бите ҷой мебарад. Я савол ҳамин любой бародари дӯста мебини, я чоқ мегири бародар аддуши даги ҷой мешни қачка мезани дига дисти ҳамра шакшак намекуни ки ҳамин мардак хай дисти ягон занака бишака ягон духтара бишака бигӯ хай гуфти гапо не ки ху дисти ҳамин мардака қапидан шакшакан и дида ки ҷо туғр мегира ман намедонам ё одам гуфти гапо як маъне дора, и беъманӣ нест. И маълумае ки Раҳмонов значит аму воқеан аму шуш Путинай фаҳмиди и чи 100%. Баъд ба миллати тоҷик гуфтанем ки мардум бовар кунен, ай ҳаққи худтон дифоъ кунен. имрӯзем пагаем иншоалло мо умедворем ки Раҳмонови золим ай байн меравад. не ки вол ба ҳоли одамое ки ай Раҳмонов дифоъ мекарданд ӯҳо куҷо мераванд. мардум уҷе ҳама 100% медона ҳаққа ай ноҳақ уҷе мардум фаҳмидагиай. ба мардум гуфтане мардум ҳамеша ай ҳаққи худтон чӣ кунед. иншоалло ӯ рӯз наздикае ки Раҳмонов мегреза. мо ба миллат ҳастем и бидем. ҳеҷ вақт мо ай миллат чӣ нестем. и баъд ба ҳамин қорӣ гуфтанем ки ҳамин қорие ки биромад ба муллоҳо мегӯяд ки муллоҳои хеле хеле қорӣ ма гуфтанемат ки ӯ рӯзи соаташ мешавад ку чӣ хеле ки там хеле муллоҳоро даъват кардӣ ку эмоморо ҳамун эмомо рӯзи соаташ мешавад ку мия ку хай ма гапи калонат намегуму дамиҷа мегум чӣ хеле ки ту гуфти қорӣ будӣ ки ту ай ҳама бахабар будӣ ай илм ай ҳама чиз бахабар будӣ анаму янгара ку баъд миёранаш ира фаромӯш нака. қорӣ имина ба худ рабт дорад ки ту ай сухани худову расул га мезанию не ки амал надоште. ту як бадбахт одам будаи ту қориам нести. касе ки тура қорӣ мега ӯ гунаҳгор мешавад. та агар қорӣ бошӣ, агар дидесай ҳоли ховарҳо модарои моро ки сатрошо нагиртесанд, аз она ман карданд, ба мактаб то 18 солара то масҷид рафтан манай, та ба кадом ҳолат га мезанӣ? ту бо мехезӣ дига ноҳиҳоро га мезанӣ. бале ӯ ҳарчи ҳам агар боле ода зулм бошанд, ранги тувори хеле қории бадбахт нестай. бо ҳамқа сухани ширини га мезанад ки ҳайфи ба ӯ хеле қоригид. алло лаънатат кунад агар ҳичи ҳам нашид, агар ба хотире ки беҳад и хеле қориёро дашмон кардан, бовар ки устод ягон ба фикри ма гунаҳгор намешавӣ. қории ки ай ҳама чиз бахабар боша бихеза бо ҳами гапа бига, ё ки сукут ки қорӣ, ё ки мақсад гап назан. пуррай ранги таъйтида бо хубош ҳастай, ҳамо ҳам сукут кардагиянд. ранги тувори хеле чоплус нестанд. ту чоплус ай ҳамун чоплусошӣ мешава рӯзи соаташ. мо медонем ки вақти соаташ омад, бо чӣ мегӯй? мегӯ хай ман маҷбур будам. бале маҷбур будӣ, то ай ҳаққи худат гап зан. чо мекунӣ ай ҳаққи дига одамога мезанӣ? бале иншоалло умедворам ба миллати тоҷик гуфтанем ки мо ӯ рӯз наздика, иншоалло мо бармегардем ба ватан ба сари баланд. чӣ хеле ки Раҳмонов ки греза мекунад, то куҷора мегреза. и баъд ба ҳамун чоплусое ки дорай мебироянд дашмону ҳақорат мекунанд, чоплусо ба худо қасам рӯзу соата интизор шен. мо ранги Раҳмоновори номард нестем, просто интизор шен. мешава рӯзу соаташ. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ
برادرها را گفتنیم که لایک اختون بگذاریم برادرها. این لایک یک چیزی هسته که هدف مردم از زیاد کردنه. یگان چیزی دیگه نیست. این لایک شما پول نمیته، فکر نکنیم پول میته. باقی در پناه الله نگهبان است. رحمت الله بارک الله. برادرها از آلمان روان کردگین یک همو عکس شیری رو ما موندگیم. این محمد زوی را در تلگرام موندیم، در فیسبوک موندیم، چیه که دیگه را ما مونیم. و چوی نوی که یگان کس نمونده باشش انشاءالله که میمونیمش. بیننده گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. این ایجا حوزی 401 نفر لایک گذاشتش، 928 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است. در نظرسنجی اشتراک کنید. 88% یعنی که نه هیچ تاثیر خوب نداره، بله وضع مهاجر خوب میشه. 12% خوب نظراتون بمونید. یعنی 12% همیجا از بیننده ما جانبدارای رحمان فن، ولی 88% زیر رحمان فن. خوب دیگر یعنی 403 نفر نوترسیده لایک شمونده است. یعنی علت و سبب همی است که یعنی الحمدلله بازم در بیدار شدن ملت کار رفته ایستاده است. ولی ما با میخواهیم که ملت بیشتر یعنی که بیدار شوه. بیدار شدن ملت مهم هست. بیشتر گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. انشاءالله که هر لایک شما سبب بیداری ملت است. همین است یعنی که هدف مبارزه. خب حق گفته شود بعد زید برادر نمیدونم آواز خود نمیشنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله علیکم السلام. خوبه تنجا کسا وای کم کشید نبودیم و چند مفشید ندارم آدم اینترنت رو هم سس بدن. بعد همیرا گفتنیم که بای رفتن سفر پوتین یگان بهبودی دمو نمیشود، نه برات بدبختی زیاد میشود. بعد همیرا گفتنیم که همین مردم خیزی که بس های دیگه خب خاموشی بس که معنی بول همین خطیه بیده هر یک قشلاق 20 آدمی باشه. همین 20 آدمی وقتی خیزک همین عدلایی که ده همو قشلاقا هستن همین 20 آدم ده همو عدلا 10 ملیسه باشه همو قدر ای همو عدلا را 10-20 آدم میدروه پراست همو ملیسه را میقفه میستن پراست همو جا بستن. بس های اوخی دیگه قعضو یگان کس دیگه یگان کار کردن نمیتونه. همو عدلا را بدرن 20 آدمی ده عدل بستن همو ملیسه را بگن قرار بسته تمام یگان کارشو نکنن بستن تمام. بس های اوخی قعضو بی قدر بچه هر روز اینجا برده ایستن همیجا بعد چمو مکه دیدم مادر یک بچه زنگ زده است زور نمیجا زنگ موزد زور گریسته است که بچه من گرفتن بردن میگن نه درک شدارم نمیدونم در کدام چسته زنگ زدن فهمیدن اوجا گفتن بچه تا بردن تمام امین بچه تا یا مو بچه شکستن که مرده جنگش بردن ایست مردهش آوردن. این چی حال هر روز به خدا همین حال هر روز همین توجیکا بنامی خدا اگه دروغ نمیگم اکا محمد بول قدیم بچه ها کار میرم و سترویکا کار میکنم اکا میفهمم هر روز با ایش زنگ میزنه او زنگ میزنه ادر شنوس هستن همیجا جنگ رفتگی اومدگیان خیلی بگه مقصد گروی همی رسیه دودگی شوان چیز دودگی شوان توجیه که بو زنگ میزنه میگه تمام و مردن و را فکری و را دیگه نکنه و ایس مرده شو میویا چند کس شید همه خیلی در شهری یکی ترین بود. بله 100% میدونیم درست. بس اوخی توجیک ایقا توجیک دیگه به قدرش ایقا توجیک به هیچ چیز است که هر روز توجیک مرده ساعت ایس روز که افشینش میزنه میکشش و ایس هر روز به خدا همه حالای کاجدی پاوروز روز که افشینش میاد ایس کام نمیلیساش ایس نه ایس جنگ میبنن. بس اوخی ما هم توجیک ما هم انسان موقعی ما هم شیری انسان خوردگیم بیای همی یک جمع شیخای ایو که نکردن ای همیجا مبارزا قریب گروه 24 ایش اوش 20 گروه ای همی گروه ها تو خطیب یک دو آدمی ده مسلمان شن ای انصاف کنه نمیده بر جون همی ملت اختو مسلمان شن نمیده فکری همی ملت اختو کنه بخیز یگان کار کنیم خطیبی این مردم آموده هم به خدا قسم یک راه بلد در کار برای همی مردم هیچ را نمیدونه فقط یک راه بلد در کاره که همین کار بتاشو برا من بکنن کار بتاشو بجا بره چیکار کنه ترا کنه همین بفهمونشو تمام. انشاءالله دیگه ما هم با خدا هر روز
توجیک مردایس هست بچه بخدا اینا بخدا قسم نه داغستانیش نه آذربایجانیش نه چچنش نه دیگه ملت همش بخدا هم خشوع زندگی دارن که کیف کرده زندگی دارن. فقط توجیک همین فقط توجیک دتای سنبی کلازاردو زده است. بله الله دتای پوکشوشو بسته است. درست باید دیگه وقتی بخزنه که بس های 5-6 سال شده همه برنامه ها را دیده همه تو میفهمه چی گپای در دنیا چی گپ رفته است. یه بچه همه دنیا در جنگ همه دنیا در و ایش جنگ کرده است. یه بچه 10 یک آدم یک انسان شما ایست کردن نمیتونه. یک آدم به خدا یک انسان بکشه همین اینا من آموده من بکشه پیش من دارم به خدا قسم دمی جانم دمی کبی دست برنامه خدا قسم همین چه زن بتن دمی تنم میلم میرم به پیش پیت ممکنم به خدا آمودم و الله قسم آمودم به همه کار آمودم همه همین ملت آموده ان شاء الله پیروز نزدیک آمدگی سلامت باشی برادر. سلامت باشی برادر. همین 10 جوان مرد بخیز بس های هر یک شلوغ 10 جوان مرد به خدا بس های برای هم هر یک شلوغ 10 آدم بس های برای همه. همین 10 آدمی هر یک شلوغ خزم و عدلا را زخوادید منن میگیرن تمام. همین 10 نویه را که بگیرن تمام دیگه یگان جو جنبیدن نمیتونه او خود چون میگریزن به خدا قسم. ان شاء الله سلامت باشی برادر. بارک الله. سلامت باشی برادر. زیدی حکومت سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر برای همین پوتین رفتن تاجیکستان ما چی گفتیم؟ این میاسا جمع کنی رفتگی فهمیدیم. مقصد سری همین رسوی خورد دیگه آدمش نمونده است. می رفت تاجیکستان آدم جمع کرده است. میاسا میگن برای می سالدتی بیسون برای همو رفتگی یگان فایده نیست. ای رفتنی و یگان فایده نیست. برای مردم گفتیم که اگر بفراتون که در عزت زندگی کنین مقصد یا بخیزین الدین سه رونا گفتی گپو ده همو اوکراین میبرن میکشن همه تا سه رونا میکشن تون او در دمو وطن اختون بمرین خوبتر نیست یا بر مقایسه کنین شما برنامه الله قسم برادر زندگی شما دیگه قدر نداره برای ارسا لوبوش خیلی عذابتون نیست کشتیستیانت اون روز یا دختری توجیک کشتیه دختری یوشی 30 ساله را برو وردم اتیور کشبکش کردن کشتنش ای با مقصد اگه بسیارش خیلی همین سوم گفته یک معلومات برای من رسیده است نوشته است که پوتین در یک سگلشنی که امروی رحمانوف کردگی باید 25,000 عسکر به اوکراین را روان کنه. رحمت به پدرت برادر ما یک گپ میزنم یگون رحم نمیکنه یگون کس همش میکنه برن اصلا ای که در اوکراین برای بوم برن این فکر کنه بخوای که یگون کس نمیکشن بنو میخدو یگون همش میکشه همش گوشت رفته است میکشنشون یکمش میکشنشون دیمش یگون سون پونشون نمیتن برای اویلاشون همین میاسا میگن همش میکشن یکم بعد برای همین برادر گفتیم که ای اوجه در مردن در وطن اختون بمرین خوبتر نیسته مثال برای فرزندتون یا مثال یا آینده خوب میکنیم برای که ارس رفتن مردن 25,000 میبرن بو بعدی بو 25,000 میبرن خیلی همه توجیکو را میبرن میدان برنامه الله ای بامبو شوارا گمی اوغونو یا نموس کنین یا اوغونو را بی زدن همه را سر کردن پویلیش همه را زدن کشتن همه را سر کردن انگلیا و سوئیس و امریکا را زدن سر کردن را گمی اوغونو یا بانوموس شوین ابا چای دانغارگی بدبخت خوگا باید همی کلوبیو نسکنن که خیلی کلوبیو را همی دنیا گفته خوان صدقشون بشم این خیلی هم نمیشه و کم تر نموس کردن در کورای سبحان الله اولی های طرفوی بدخشور میشید ما دونوی را خیلی میکشتیم یا یاسش میکردیم برای قرار نموس کنیم بخیزین ای تک میمرین دمو جنگی اوکراین همه تا میکشم نموس کنیم برادرو بخیزین همه قدب اکه گپی بسیار در کور نیست برای مرد بچه همی
کسی ناموس داره ایمان داره اوجه میفهمه و گفتگی گپو چند سال شد ختم برادر میگی مثال مردم میفهمونی خوبه اون خیلی مردم اوجه باید بفهمن چون میاد سرنخی میاد میبرن همون اوکراین ده همش میکشن گمردوشون اونا میتیند همون جنگلو میپسن میرون سلامت باشید الله خدا باشید الله نگهدار سلام علیکم بله واتساپ بله بله تلویزیون را بکش بعد گپ با تلفن بله تلویزیون را سلام علیکم و علیکم السلام تلویزیون را صداش پس که اول گپ بعد تماشا میکنی تلویزیون تا بکش آواز شو بکش که ما دو آواز سلام علیکم و علیکم السلام بله من اسلام خیلی گوش کردم امی گپ در سر یک چیز میاد جون در سر چی گپ در سر میاد بیروزگی خدا درخت نمیجمه برگی درخت نمیجمه بیروزگی خداوند این دیگه ایز یوش که بیروزگی خدا یگونس نمیشه آخه این قدر پوتین شا گپ میزنه این قدر امام علی رحمان شا گپ میزنه و خدا قسم این خیلی کنی نکنه شما اگر 1000 شوی گه میخیل برامت کنه این دنیا دیگه نمیشوه خواهی میشینیم اگر پیغمبر خودش در مکه میشیش میگفت اگر خدا نخواه من هجرت نمیکنم من بزید ابو جهل جنگ نمیکنم میشیدم تا سوال نه اگون گفت نه سبه سخی ریزاگی گوش که ففروا من قضاء الله و قدره الى قضاء الله و قدره فراموش نکه بگه پیش سوزن کوهی آهن با مثال پیشی کوشش کوه آهن با مثال سوزن است تنبلان را سوزن مانند کوه آهن است اگر رسول اکرم ای مکه به مدینه را هجرت نمیکرد میگفت که الله خودش نخواه اگر ابو جهل نمیکشه اگر الله نخواه من باید جنگ بدر نکنم الله نخواه من جنگ احد نکنم میشید ایتری در کلای خدا نزنه گناه نکنه خدا را الله در قرآن میگه که اگر خدا را که گوش که این گپای دروغ خودت اسلام ما را فهمونده نمیتونی ما اسلام اختصاص ما گوش که برادر گوش که پرزیدنت شده فرعون هم پرزیدنت بود اما خداوند فرعون هم پرزیدنت شاه بود ولی الله سبحانه و تعالی موسی را فرستاد الله سبحانه و تعالی ظالما را میفرستد تا اینکه ما را بازماید تا اینکه ما چگونه در مقابل ظالم هستیم انا همیتری آدمای رنگ خودت واره 10 میلیون شدیم 10 میلیون بخواین ایمان در دولت بزرگ ازبکستان بلاروس اومده در روسیه کار کرده ایستادن با خدا گوش که امینوت بست چند ساله یکا جان چند ساله یکا خداش گیر 55 ساله خلاص دیگه تو باید بشی ذکر که فقط ما آزادش میکنیم میره میگیریش تمام اما ذکر که کنه شخصی که ذکر میکنه امکان نداره که امید از الله نداشته باشه من ذکر میکنم مبارزه ما میبرم رحمانوفا باید چنگرک بشنونم عبادت ما میکنم مبارزه ما میبرم در مقابل رحمانوف میستم تا اینکه رحمانوف سرنگون نشود فراموش نکن انا همین شما بوده که همین جوانا را انا همین تا اخمق کرده که اگه تو خدا نخواه برگ درخت نمیریزه مایل میدونیم ما برگ درخت نمیریزه الا یعلمه الله الله میدونش در شب تاریک ولی گپات نیتوان یعنی که خواب کنه خی رحمانوف تجاوز میکنه رحمانوف مچتامو نرس کنه رحمانوف دخترامو نکنیلیچ کنه رحمانوف مدرسه‌امو نرس کنه رحمانوف 11000 توجیه کش خواب کنه خاک خدا میخواه همیتری خاک خواب کنه رحمانوف زنامو تجاوز کنه خاک خواب کنه خواب نمیکنم تو خواب که بشی من دایوس نیستم فهمو خواب که تو بشی دایوس کی نباشی تری گپ نمیزنی مرده که 55 ساله
بچه‌ها بزنن اگر همتری پدر رنگی تو نمی مردم توجیک رنگ همتری برادر و پدر داشته باشه همه را مرغ تربیت میکنی. بچه من مرغ نباید باشه، بچه من مردک بره در میدان میبرویه. فهمیدی؟ تو بچه ها تا مرغ تربیت نکنی که او فرزنده تو نه در دنیا برکت میوی نه در آخرت. فرزندی مرغ فرزندی مرغ ما میدونم بیروزگی خداوند ان الله لا یغیر، خداوند تغییر نمیتید هیچ قومی را حتی یغیروا ما بانفسهم. الله میگه خداوند تغییر نمیتید هیچ قومی را مگر که اون قوم تغییر نتین خودشونه. تو اگر در خونت بشینی بگوی بیروزگی خدا من اولگ نمیگیرم، میتید اولگ یگان کس. اگر کسل شای پدر بیا بریم دکتر بریم، نه بیروزگی خدا من کسل نمیشم. خدا کسل داده است، شفا داده است. خدا ظالم داده است، در مقابلش محمد اقبال می آفره کی جنگ میکنه در مقابل رحمانو. الله سبحانه و تعالی رحمانو فهمی آفره ظلم میکنه، در مقابلش هم جوانا جسور میبرن جرست رحمانو فی پلیدا میبرن. بس دیگه مردم بز کردن مردم. بچه ما که بیروزگی خدا را گناهکار نکه، خدا را گناهکار نکه، هیچ وقت خدا را گناهکار نکه. همین دوشنبه موز ایبیشت نقشوش انا چو دوز دبی اوزی خود دبیشتی اوز دبیشتی ها میگن که ای تشکند دوشنبه قصوات دیگه من نمیدونم پناه تو بخدا اوز خود دبیشتی یا که در دوزخ راسیایی در زمحریری یا که دبیشتی دگجویی اوز دگجویی خود اوز دگ در راسیا خونم دگجویی باشم دخونم خد در آسیا آخی در خونت راسیه ای در آسیایی وقت در آسیا میگردی تو میگن که دوشنبه رنگ ای تشکن زیبا شده است. من در زیباگی دام در کار نیست. من در گوش که همین در همون شهر گشته سای 20 سالی در همون شهر گشته سای همون زنیای کلونی که میبینی همونو ایتا همونو ایتا نیستن. بعد یعنی که گنجش کی دیگی خودت به ایگاوی دیگی دیگران. من تو و چوا در آسیا میگردی وطن تا بهشت میگویه در دوزخ زندگی داری. چوا وطنت نمیره. چی در طور میگه همین دروغ بگیده مثلا گوکی همون انارا و همون سیواره انا ازبکستان آوردن. خب بچی مو میدونیم کم تری میکنن مو میدونیم او تو خودت در 25 سال یه بار تاجیکستان رفته اومده میگوی مردم میگن که دوشنبه تاشکند زیباشت است یکی بهشت روی زم. بچه اومدی بچه نایستادی در بهشت در بهشت شو نایستادی در بهشت چیکار کنیم چیکار کنیم چیکار کنیم خای اینا همی گوش که بستو گوش که اکا برای چی سوی داریم نداریم چوا نداریم من نمیدونم چوا نداریم خدا حافظ اکا جان باور کنه اینا میتری مردکای برادرای که این میتری بچه‌هاشون تربیت میکنن مرغ واره ایکو نه در دنیا اکای گرامی احترام دارم نه در زندگی دنیا تو زندگانی مردانه زندگی میکنی نه در قبر نه در آخرت در نزد الله. برای چی؟ به خاطری که تو باید که حمیت دینی داشته باشی. رحمان فید زیدی دینت زیدی ملتت زیدی خدات زیدی مسجدت زیدی اذانت زیدی حجابی زنت زیدی قرآن کتاب الله زیدی 5 رکن اسلامت تو بگردی بگوی که دوشنبه زیبا شده است. آیا زیباگی دوشنبه برای تو یگان تاثیر داره؟ دوشنبه هر روز گریه دارن مردم زنگ میزنن. اگر تو در آسیا تنج باشی کرجدانس و گرفتگی باشی ولی بچه تا امروز بگم میبرن جنگ انا بعد میبینی چی گپ میشوه. با همون خاطر هیچ وقت این فکر را نکنی شما که یعنی که بچه‌هاتون بز مرغ تربیت نکنید. بس دیگه همین مرغ تربیت کردیم هم کشیدیم دیگه مرغ بچه‌های گرامی دیگه مرغ تربیت نشه مرغ تربیت نشه. کافرنیان بله بعد یک برادر بعد عادل بله کافرنیان. السلام علیکم حضرت. علیکم السلام و رحمت الله.
بله چی گفت اون گپوی برادری که برام اومد گفت که پوش نمیاد سالی نامش هم پدیر رود میکنم گپوشو همش درسته روز میگم اومدن وای زالال داره که فایده نه برای ما حضرت گپوی اکی کیرا صد پدیر رود میکنم محمد تاگویا گپوشو 100% پدیر رود میکنم توجیکو باید همه عکیف گردم پیش دیگه فایده نداره دالش فایده نداره دیگه او خوری را گفتم که خدا میدونه زنش میخواستن لیچ کنن چی بالو برآمده زور شما ده حضرت جان که بیچاره دیگه همه قگاب گفتنید بودم سلامت باشی برادر سلامت باشی برادر سلامت باشید الله حفظم کند خوب بیننده عزیز و گرامی بله واقعا هم مشکل است وقتی که انسان در یک حالت زندگانی میکنه که نمیدونه که یعنی که چی گپ است و چی خبر است این خوب بله سلام علیکم السلام برادر افیر تموم شد؟ نه افیر تموم نشده است افیریم با اون برادر پنجی خدد بله 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 خب برادر بعد افیر گپ میزنیم سلامت باشید سلامت باشید خب بله عادل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام و رحمت الله و برکاته بله سلام باشید تماما سلامت باشید برادر حضور همینجا صدای ما هست در همین صدات هست بله صدا سوزه که بله بله اولی برنامه خیلی کم در تماشا کردیم گوش کردیم شما همش فایده همش فهمودین برای چی نشید برای چی که مثال همونجا دست موندن مثال подписание کردن برای میگرانتو خیر همش میفهمین خودتون میدونین که چی گپ است چی گپ نیست یگان چی فایده نداره برای این خلق مهاجر یگان فایده نداره در این 30 سال چند سال فایده نکرد یگان چی آسانی نیاوردن برای خلق مهاجر توجیک узбек قرغیز کسی باشه نباشه یا همش просто هم یا показуха там камера میسیم شده показуха میکنن تمام یگان چی فایده نداره یگان چی یاردم اون میکنه یگان چی آسانی به سر خلق مهاجر نداره خلق مهاجر باید مثال خودش فکر کنه که باید چیکار کنه همین مهاجری باید کنده شوه برود تمام کنده شوه باید رود الو بله 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 گپ زگوش کسی همینجا ما گوش کردم تماشا کردم برادرایی که هستن که مثلا پشت اکران پشت پردون ابراهیم همینجا در استودیو گپ میزنن که با نام الله تا میریم تا میکنیم برادر وقتی که آدم که تیار باشه یگان وقت قسم نخوره قسم خوردنش اولش که یک گناه سخته دومش که برای مخالف مثال همین انقلاب تیار شدن و به پیش رفتن راست تیاری تبین بیست تمام تیاری بیست تمام میشه که مثال پشت پرده و همین چی میبره مثال گپ میزنی این مینه ختم خطونده که ما مانده بود دستو ده مثال هر خی گپای چی گپ نزنی بسیاری بعد قسم میخوری قسم خوردنش اولش که یگان کارت برار نمیگیره بسیار قسم خوردی دومش که همین خیلی بسم الله گفتی تمام اوش خدا راه شد راه روی میکنه رفتن میگیره در دروی استودیو مثال چیده بسیار بچه نکنه آدمی که مثال آب داشته باشه برای همین کار کردن آدم یگان وقت بسیار بعد مثال چی نمیگه وعده نمیده وعده دادن خودش یک بی‌فایده یگان مثال مسلمان باید وعده بسیار نده آدمی تیار شدگی خودش وجود داونا میگه چیکار کنه همه تیاره بله همه من تیارم همه تیار است ابسوردات نکنیم یگان نظر داشته باشی بگو نه ابسوردات گپای دیگر رو مهم نیستن تو نظر تا بگو تمام همین مهم ابسوردات نمیکنیم گپ دیگر رو ما گپ مون میگیم تمام گپ تا بگو برادر عادل بله گپ زن بله بعد چی گفتنیم
раҳмонов ҳами аҳамияте да вақте ки шумо ҳамаша гуфтем ку чӣ хеле ки ҳамаҷо мегардам дасти иша метопа ухо мекута раҳмонов мисол агар ихе гирем кора гирем опити политика надорад одаме ки серьёз мисол политики боша ин корора намекунад раҳмонов худаш маълума ки як мисол чиқа бугум як одами тарсонча ки лицемер одаме ки мисол ай худо дур боша тарсончак лицемерам тари меша барои бояд шумо фикр карда дар миро ягон коре карда бошед касе ки боша набоша муҳоҷир боша ай дуру ай беру боши ватан ватани моя мо бояд як кор карда мисол ояндаро фикр карда ами роҳда кор кардан дар кор мо дигар нигаҳ накунем ки чиқа пишти мо ки мехеза намехеза ҳар яктаи мо мисол чӣ дорад чиқа бугум обязанность ки ами роҳда кор кардан дар кор агар имрӯзо 1000 та документ мисол подписатсия кунад чӣ коре кунад ягон чӣ фоида надорад ба халқи ами оддии хмун ягон чӣ мо рӯз то рӯз хаб кардестем зулм дар сари мо омадеста рӯз то рӯз мо хаб кардестем моро мисол дар россияу дар дигар ҷо ҳама кора кардестан уже ами охирон мондагие ки фақат халқ якҷо шуда ягон кор кардан дар кор дар миро акман намеша ки дар инҷо мисол бисёре баъд баланд гап занам мисол лишни гап занам бо ягон бефоидаи пешкардам гап занам одам мефаҳмидагиш мефаҳмад одамо ки инсоф бошан эмон дошта бошан мисол чиқа бугум инсофшон дошта бошан ами нанг дошта бошан ҳамаш мефаҳма медона мо нигаҳ намекунем ки касе ки ҳаст нест дар ин роҳ мисол чӣ кор мекуна намекуна ҳар яктаи мо бояд кор карда шавад дар ин роҳ чизе ки ай дастит меояд фарқ надорад чизе ки ай дасти ҳар як ами миллати хун ҳар як ами фарзанди миллати ами тоҷик чӣ коре ки ай дасти меояд бояд кор карда шавад единственно мо метавонем ки якҷо шем ами роҳда бояд кор карда шавад вақте кор карда нашид мисол чӣ коре ки ай дасти меояд фарқ надорад кӯмак мисол як аза бедор кардан як аза мисол фаҳмондан сиёсати хата пеш бурдан дар ҷое ки бошем набошем ҳамихел ҷамъ шида рафтан мегирад ҳамихел мисол миллат бедор шидан мегирад намехел якай момади бол боши бародар бале баракаллоҳ баракаллоҳ хуб бинандаи азизи гиромӣ барномаи мо ҳам имрӯз 3 соат идома пайдо кард ва 1008 нафар дар назарсанҷӣ иштирок карданд 441 нафар вале як кӯшиш кунед то 500 лайкотона бигзоред то ин ки алалақал яъне ки лайкҳои бедорӣ бисёртар шаванд дигар талхакафӣ бас то кая метарсим охӣ бас дигар ҳамин қай тарсидем ҳамин қашидем назарсанҷида иштирок кунед лайкотона бигзоред яъне ки подписатсия ба шабакаи ислоҳ агар дар минтақаҳои қарор доред ки ҳеҷ мушкил надорад лайкотона бимонед 1008 нафар яъне ки иштирок кардааст бале абдумолик бале абдумолик абдумолик садои ман ҳаст абдумолик абдумолик садод нест хуб абдумолик садод нест қайсар бидро гап за бале хуб خب خوب بهترین خوب بیننده عزیز گرامی دیگر از این بهتر و بیشتر و آنچه که باید بگیم خلاص انشاءالله که بهترین سخن کم باشد و دلالت کننده و برادران گرامی تماس بگیرید تماس باشید برادرانی که از هر منطقه های گوناگون هستید منطقه یعنی که بچه‌هایی که از منطقه های گوناگون کشورید انشاءالله که در تماس برآمدن کوتاهی نکنید بله واتساپ بله واتساپ خوب بله واتساپ در افیری زنگ زده است صحبت میکنی و علیکم السلام و رحمت الله بله الحمدلله بله آمین
السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خوب وطن 665 بله وطن گبزه بار دیگر سلام علیکم استاد صدا هست؟ بله صدا هست. گبزه وطن صدات هست. نمیشنوی خودت منه که صدای تو هست. گبزه صدا هست صدات هست و گبزه خودت گبزه اگه که نشنویم او تقذیق نمیکنه. من وقتی که دستم تریکم значит صدا هست. گبزه شکا جون کامera تا بکش خودت обавки ساز میا انشالله. ما همون تاخیر گپ زدن نتونستیم بخشش با افکر ما اینترنت واقعا بده. چی گفتنیم اکا محمد اقبال اکا اید سمیتی که ایشید ای برای ما یگم مایده فایده نداره. بین خودش همون پوتین کدگی که همون مثال چیزهای برای سانکسیونی را بگذارونه. ای پلیوت برای ما او پروسا تک توجیکستان نمیه او ما مرتب کردن هم برای سانکسیونی را همون طبق بین همی آسیا میونه میگیره گذاروندنش میگیره. هیله و نیرنگی نو میکنن گذاروندنش میگیره. پلیوت ایجه چی میکنه ای مثلا همی مهاجر نیست رحمانوف قطعی گب میزنم میگه در پلیتی نبگی برشون همی صداشون سینما نبرویه میگه چکوی میکنی بکه یا ای میلاد نباشن آخی رحمانوف قطعی اولادش فرزند این میلاد نباشه. اگر فرزند این میلاد میشید یا یک کورشد در همون لبوی مشکلی میداد ایشون میداد. ببینین همه دیکتاتور کی را اونم علیف منم شاگیر فکر هم میگم نگیرم اومده در پیشش اچو دو دسای پوتین در پیشی علیف اچو دو دسای در وطن خمون میای یگم کورا بود نمیکنه. ابسلیون یگم کورا بود نمیکنه. با بازش هسته هم ایچی هسته. این مسئله دیم که همو روزی زود روزی پدرش قیل اسب تبریک کرد. در روزی زبان ملت تبریک نمیکنه و پدرش تبریک میکنه. چی معنی دوره ای؟ زبانم رحمان و پای در روزی زبان بخیزی پدر تا تبریک کنی و اینجا اگم چیه بطره نمیرم پدر تا در خونه تبریک کنی. اینمی چی میگه گفتنی ایکی مو زدگی هم لبوی تا ای با هم دخوله دوره سخن هم با طرفدارای ما هم با طرفدارای همون حکومتی اونم بدوره اونم غلامو با اونم و بفهمه که شما غلام اینم تاری میبرویه در روزی زبان پدرش تبریک میکنه ملت نمیکنه. چند ساله هم تاریک دیسه هیچ کمی را اهمیت نمیده که در روزی زبان پدرش تبریک میکنه و ملت نه ای بین هم زبان هم میگیره میبره برده شوشه او قدر شهید دادیم او قدر جون برکف دادیم پدرش تبریک میکنه قیل اسب بدبخت با خسته کرد همون ترشیدگی چی را پوشیده اطلس را پوشیده تبریکویت میکنه یا بفهمه باید مردم که سریوز نه یا ای میلاد نیست تنوخی اگر یا واقعا در میلاد خدمت میکردن کو این کرونا میکرد در روزی زبان نمیخواست اکادمیکو را تبریک نی و یکم سومپوشون بودی یا بگوی که پول نسته بود یا برنامه دو برامد نو چوپلوس که چی داره توجیکستان صادرات کنه نیمی سرمایه جهان هم چی کدیسیم نیمی سرمایه هم در هم پلانت تره نمی دنیای کلانترینی مثال همی 193 دولت های 54% سرمایه جهان ای توجیکستان خوری چی دیسه اکسپورت چی دیسه اینا رادیو ازوزی دا گفتش ای یا سرمایه بفهمین هم پول همه شویتساری همی روه در روز زبان ممبری اکادمیکو را معلمو را یا هزار سیمی بتی یا مکتب سوزی در روزی زبان
یا بونگوی تیبی یا بالنیسا بسوزی پدن علتو پدرتا تبریک میکنی رکلام میکنی ختونا کنده و کنده این همی ایرا دیده یه چیزو را که محمد اقبال نیمک زشتن در کور نیست ایرا فهموندن در کور همی جا همی نو چیزو میایه ایرا این همی جوانو اینا که این همی توزا نفس که یا باید بفهمن که چی گپای گپای که نه گپای چیزو را میگن مراد امو مردم فهم میکنن که باید چی خیلی مقصد دهنی مردم بسته شوده گمراه کردنی هم با این چریز قوری و این همیو این کرونی شد که ما کو میدونیم چی گپای اما مقام داره ختون بفهمین این همی را که این فلش کارت های سرتون رجا کنین که او یک قطیمای او در داخل نداره دولی نموری ختون در نکشین و شما برادری ما این کوم قطیمای چی نمی سربازی اودی چی نمی گینرالی چی پالکومنیکی چی پرستوی کومی کی نباشی قطیمای شما بختو نکش اون همایی که صدیقانه در این پیتو خدمت میکنه بفهمین که خیلی پدرش همه برویا تبریک میکنه ملت تبریک نمیکنه هیچ که تبریک نمیکنه روزی زبونی را این کور چند ساله هم ترشیدی سینا بفهمین شما در داخل دور اساسی یعنی ملت شما غلام کدگین شما ظلم کدگین ملت پیتوخ دام بلوشتگی های هیچی اما همه شما را با هم یا پرکتیکش زدگی های اینم اوزوده یا بور ایلون کد دوملو یا بور هم با برنامه دیگه در ایلون کدی گب زدیم هم جامعه ایلون کدی ای را بی ای ترس لرز ای وهم و چهم بین چی گفتن این مکدهی بورا مردم بفهمین روز اومدگی دیگه نیشگ قفو گفتی گپو کاملا خودتونه کلتور ما جمع کنین ما چندین بار گفته سینم تکرار میشود خیلی که لایک همون میگیم تکرار میشود میگیم که در حالت حمله قرار داریم برادر در او درون مردم جانشه در کف موندگیه ما بدیم در همون درون ما برآمدیم ایره دوملا خودش میدونن با همین از سخنش میدرومدیم برادرایی که هسته کومی که در او درون بود قدرش هم میدونن ما بدیم میدونیم قدرشونه شمایی که در اینجا هستین به طرف نباشین بخد و قسم انشالله همه کارشون انجام داده این حالت ها کو فرصت های برای همت فرصت نداره پنیت نشتو برای ما یا ایلون مکسی توجیکی پیدا نشید ای به این روز هم همون خرکده رفته سه ای روزو بله 100%. سلامت باشی برادر وطن بارک الله الله حفظت کنه الله حفظت کنه برادر عبدالله حسار گرانت میکنم در پشت گبزه سه گبزه عبدالله حسار السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله بابا جی سوزی خوبی سلامتی خوب انشاءالله سلامت باشی برادر بله گفتم دوسته چی پرسیمت بابا جی برو امرایم گفتی بایم بله شما چند سال شده همی فیلمشین اختون؟ اما یوتیوب قفو بگرد میبینی یکان سوالی کنکریت نی باشه بطی یکی چی گفتنی کنکریت نی گفت اخیرش بگو من اولی گفت همه فهمم اخیری گفت سوال کنم مقصد چخیلی مقصد شما در همی فیلمشین ما چیست ما 2-3 سال شد تماشاتون کردیستم یکم رزولتات نداریم انشاءالله که رزولتات هم میبینیم انشاءالله سلامت باشی انشاءالله رزولتات هم میبینی مسکو نسراز устроили رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هجرت بعد انشاءالله وقتش برسه حتی یاتی الله بامره انشاءالله وقتش میرسه میبینیش خدا خواه رزولتات گفتی گپا تو اگر در آسیا بگردی چند سال شده برای چی گپ زیسه برای چی گپ زیسه برای اینکه مردم فهمونده ایسیم
برای اینکه مردم آگاه کرده سیم. ان شاء الله مردم آگاه شد و کارمون کرده سیم تو به حضور برابر آنچه که لازم است ما انجامش داده سیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، بله تا اینجا رسیدیم به نهایت برنامه و الحمدلله 1032 نفر در نظرسنجی اشتراک کردند و گذاشتند لایک های جانبداریشون 454 نفر. خوب الحمدلله این هم یکی از روزهای مقرری برنامه منبر مهاجر بود و امیدواریم که انشاءالله در کارهامون و آنچه که باید انجام بدیم انشاءالله که ما کارمون انجام میدیم و عمل کرد از ما است و نتیجه و برکت از الله. خوب در آخر دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی ملت ما را با شکوه و شهامت گذشته سابقمون بار دیگر بر بگرداند. الله این ظالم عصر رحمان فی پلید و مادر به خطا رفته را هر چی زودتر به سزا و جزای اعمالش برساند. الله همه اون افرادی که با رحمان هستند حقیقت و واقعیت و شخصیت منفور بودن این پلیده بیشتر خوبتر آگاهتر شوند از شخصیتش که البته میشناسنش کی است و این عائله پلید شه و هر چی میتونن با صف ملت و مردم بپیوندن و زندگانی خوبی خودشون در حکومت آینده ان شاء الله که معوا بتیانه بتونن با این ملت با این مردم باشن. رحمانوف نهایتش رسید و نهایت رحمانوف دیگر امکان ندارد که شخصی که یعنی که رو به زوال است بار دیگر بخیزد و بار دیگر کار انجام تید. الله سبحانه و تعالی عزت شرف برای ما نصیب روزی بگردان. الله همه زندانیان بیگناه این ملت از زندانها آزاد و نجات بده. الله همه اون غورمرگانی که در زندانهای رحمانوف عمر خود را از دست دادند و به شهادت رسیدند الله جای آنها را جنت بگردان و خداوند به فرزندان با آن نزدیکان با آن افرادی که آنها در این راه کار انجام دادن الله موفق و پیروزی را براشان نصیب بگردان. و دعا میکنیم در حق یک برادرمان که یک داملا بود الله رحمتش کند، از قرآن تپه از دنیا گذشتند، خیلی مرد نجیبه، الله سبحانه و تعالی با بازماندگانش صبر جمیل عنایت کند. الله سبحانه و تعالی غریق رحمت و اولین شبی در قبرش هست، خداوند رحمت حقش گردانده باشد، بالاترین مکان در جنت برایش عنایت کرده باشد و تمامی بازماندگانش صبر جمیل از الله تمنا میکنیم خداوند غریق رحمت کند. و برادری استاد محمد سعید رضایی که در سنی 50 و چند سالگی از دنیا گذشتن الله این برادرم رحمت کند و خداوند به استاد محمد سعید رضایی صبر جمیل عنایت کند و با همه آنانی که یعنی که گذشتگان دارند و مصیبت های بالاشون رسیده است و آنها در سفر و مسافرت هستند خداوند آنها را صبر جمیل عنایت کند. لله ما اعطی و لله ما اخذ. الله سبحانه و تعالی با تمام اون افرادی که دارای مصیبت و دارای مشکلات هستند خداوند مشکلاتشون آسان بگرداند و صبر و آن توشه‌ای که ما و شما انجام دادیم در این راه خداوند آن زیاده بگرداند و الله موفقیت پیروزی را نصیب این ملت بگرداند. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.